برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام و درود بی پایان به شما تماشابینان عزیز گرامی برنامه تحلیلی دیدگاه. خوش آمدید به برنامه ما. مثل هر وقت در این برنامه شوکت محمد با شما هستم و در برنامه امروزه ما در موضوع مناسبت های پولیس با مهاجران تاجیک صحبت میکنیم. ما چرا این موضوع را امروز انتخاب کردیم؟ تماشابینان گرامی، با رقم واتساپی ما و مسیجری فیسبوکی ما هر روزه چندین مکتوب ها و پیامک های می آید که از حال زار مهاجرین در روسیه درک می دهد و بیشتر مهاجران عین حال همین شب روز از آن شکایت میکنند که برخورد پلیس در روسیه نسبت به سال گذشته و نسبت ماه‌های گذشته خیلی تند شده است. و ما در شبکه اجتماعی ویدیویی یوتیوب یک چند نوارها را دیدیم که واقعا پلیس با مهاجر با تندی رفتار میکند و با یک نمونه تحقیر مناسبت میکند و در اکثر حال میبینیم که مهاجر در حالی که پلیس به این مناسبت حق ندارد چیزی نمیگوید، حرفی نمیزند، همین توارش کماندیر دیگه گپ از دهنش نمیبیاید و در بعضی حالت ها میبینیم که مهاجران از بالای بام های 2 متری 3 متری خیس زده ایستادند، خودشان را پرتافته ایستادند، بعضیشان معیوب شده ایستادند و مثل همین وقتی نوار رو درستتر میبینید دانسته میشود که این مهاجران چرا از بالای دیوارهای بلند خودشان را پرتافته ایستادند، برای اینکه در آن طرف دیوار ابله شده است، پلیس آمده است و پلیس از مهاجران، از آنهایی که چهره سلویانی ندارند حجت میپرسند، حجت قید بود و باش میپرسند و پتنت میپرسند و هاکذا های دیگر. برای همین کسانی که پتنت ندارند، حجت قید بود و باش ندارند، از پلیس ها میگریزند و خودشان را از دیوارها میپرتایند، میروند، رشد میشوند و هاکذا دیگر. و ایده هم که به دست پلیس افتادند مثل همینه که در حال و نوار دیده ایستادید، همین خیلی تحقیر میشوند، مثل آنها را اسیران کنسلاگر با آنها پلیس روس مناسبت میکند و این نفری که درست است که یک نفر وقتی که قید بود و باش ندارد این جنایتکار نه، قانون ویران کن است. جنایتکار از قانون ویران کن فرق میکند. با قانون ویران کن مناسبت باید جدا باشد، دیگرگونه باشد. با جنایتکار باید مناسبت دیگرگونه باشد. بین جنایتکار و بین نفری که حقوق ویران کنی صادر کرده است باید فرق گذاشته شود. اما پلیس روس چی خیلی که با جنایتکار، با یک تروریست مناسبت میکند، در بازداشت یک تروریست چی خیلی مناسبت میکند با یک مهاجری که شاید مهلت بوده باشش گذشته است، شاید پتنت پولیش 1-2-3 روز گذشته است، شاید که تمام حجتش در جایش است، تمام حجتش قید بوده باشش همش 100% است، اما مناسبتش مثل مناسبت به جنایتکار است. ده ها مهاجران به ما نوشتند که همه حجت هایشان خوب بود، پتنت داشتند، چک پتنت داشتند، میگراسیون کارت داشتند، قید بود باش داشتند، همه را داشتند، در جایی که قید بود باش دارند در همان جا زندگی میکردن، همش 100 است. اما وقتی که میبینند که پلیس آمده ایستاده است از بلا حذر گفته کوچه را دیگر میکنند، یا که میبینند که در همون تک های بناهای بلند آشیانه که مردم زندگی میکنند، استقامت میکنند، میبینند که پلیس دور زده ایستاده است،
هرچند حجتشان 100% است، پایان نمیفرویند. مثلا گریم کار ساعت 8 رفتن در کار، نمیفرویند، در همونجا میمونند، در خانه میمونند تا اینکه پلیس از اون اطراف دور شود. بعد میفرویند، به کار میروند، شاید 1 ساعت از کار دیر کنند، شاید 2 ساعت از کار دیر کنند. مثل همین، برای همین تماشابینان عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم که با شما این برنامه را گرفته بریم، با شما، با اشتراک حتمی شما، و خواهش میکنم از یکایی که شما که در برنامه فعالانه شرکت کنید و آنهایی که حالا با ما نیستند با آنها سلک برنامه را فرستید تا اینکه آنها به ما بپیوندند. و همچنین از یکایی که شما خواهش میکنم که در اینجا در پایان نوار ببینید لینک پیوست شدن به استودیو گذاشته شده است. با ناخن زدن به لینک شما میتوانید، با انگشت زدن به لینک شما میتوانید وارد استودیو شوید و با ما صحبت کنید و فکر اندیشه های خود را بگویید. ببینید در سطر روان در زیر نوار رقم واتساپی و رقم ایما نشان داده شده است. شما میتوانید توسط رقم واتساپ با ما تماس بگیرید و فکر اندیشه های خود را بگویید و پیشنهادهای هم داشته باشید که چگونه با پلیس مناسبت کرد، چگونه برخورد کرد، چگونه از پلیس نجات یافت. و همچنین اینجا رقم ایما نشان داده شده است. کسانی که واتساپ ندارید میتوانید توسط ایما تماس بگیرید. اما خوبترش، از همه بهترش، شما به همین لینکی که در زیر نوار هست، در اپیسانی میگویند، در آنجا گذاشته شده است و گفته شده است که با انگشت اگر میخواهید در برنامه سخنرانی کنید، با این لینک میتوانید وارد استودیو شوید، یا که با انگشت زدن به این لینک میتوانید وارد استودیو شوید. در آنجا نوشته ماندگی است، شما میتوانید وارد استودیو شوید و فکر و اندیشه های خود را بگویید. چیزی دیگر خواهش من این است که نفرانی که حالا تگمه لایک را پخش نکردید، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید و نفرانی که تگمه زنگوله را پخش نکرده اید و از این برنامه های ما بخبر میمانید، خواهش میکنم تگمه زنگوله را پخش کنید. و نفرانی که به برنامه ما آبونه نشده اید، خواهش میکنم به برنامه ما آبونه شوید. این همه به شما چی میدهد؟ این همه به شما امکان میدهد که برابر نشر نوارهای ما، برابر پخش برنامه‌های آنلاینی ما شما در حال باخبر شوید و ما را تماشا کنید و به دیگران بفرستید. تماشابینان عزیز، برنامه‌های ما محض برای شماست، مخصوص شماست و این برنامه‌ها گاه دیدگاه ماست و گاه دیدگاه شماست. ما هر هفته 4 مراتبه برنامه دیدگاه میکنیم. در آن 3 مراتبهش من خودم برآمد میکنم و دیدگاه هیئت ایجادی پیام را در همه جا میگویم. اما در یک هفته 1 روز، در روز پنجشنبه ما پخش آنلاینی میکنیم و میخواهیم که همه دیدگاه خودش را بگوید، همه فکر اندیشه خودش را بگوید، وابسته به موضوع همه فکر را نکند. برای همین امروز پنجشنبه است و تماشابینان عزیز، در برنامه دیدگاه همگان شنیده خواهد شد و هر یک نفر شما میتوانید دیدگاه خود را در برنامه ابراز نمایید. حالا برنامه را آغاز میکنیم. تماشابینان عزیز، حالا یک نفر با ما پیوستند، الکه یک نفر از واتساپ. سلام علیکم. من چندی از گفتنی های دارم که میخوام پیش از سرشوی برنامه بگویم. تماشابینان عزیز، ببینید در روسیه نفرانی هم بودند که از حقوق مهاجران دفاع میکردند. ایده از آنها را گرفته به تاجیکستان دزدیده بردند، حبسشان کردند و ایده از آنها را در روسیه دزدیده بردن ها تهدید میکند، ربودن ها تهدید میکند. حالا طبق معلوماتی که ما داریم به جانشان تهدید میکنند و آنها نیز کوشش کرده ایستادند که از احتیاط کار بگیرند و وقتی که میبینند ملت در این سرسانی است و در این عذاب است، باز جانشان را به کف گرفته کوشش میکنند که یک چیز گفته باشند، دیگر طاقت کرده نمیتوانند. چند نفرشان را ما دیده ایستادیم که در همین حالت متشنج، در این حالت وزنین هم، در حالتی که به جان خودشان تهدید هست، به
زندگی آزاد خودشان تهدید هست، میتواند یک حرفشان آنها را به سوی زندان بکشد. در همین حالت هم حرفای خودشان را گفته ایستادند. اما ببینید که این همه بسندگی نکرده ایستاده است و باز هم میبینیم که مناسبت با تاجیک نسبت به مهاجران دیگر تندتر است، تحقیرآمیزتر است و در بیشتری وقت در کوچه و خیابان‌های روسیه حق و حقوق مهاجری تاجیک پایمال می شود و مهاجر تحقیر می شود و کسی از این حال مهاجر بجز همین 3-4 نفری که از آنها ذکر کردم از کسب و کارشان کسی نیست که از آنها دفاع کند و بگوید که با پلیس و با مقامات انتظامی بگوید که نسبت همملت من، نسبت هموطن من این گونه رفتاری ناجان نکنید. ببینید حتی ما در اینترنت دیدیم که ایده از سازمان‌های دفاعی حقوق مهاجران حتی درس‌های آنلاینی وبینارها تشکیل کرده‌اند و شکایت از آن هم کردند که در درس‌های آنلاینیشون مهاجران شرکت نمی کنند و حتی به طور فیزیکی حاضر نمی شوند. آنها اظهار نگرانی هم کردند. مثلا گریم والنتینا چوپیک وکیل دفاع حقوق مهاجران در مسکو این گونه وبینارها تشکیل کرده است و اظهار نگرانی هم کرده است که نه به طور آنلاینی و نه طور فیزیکی مهاجران به طور ضروری به این گونه درس‌های آنلاینی حاضر نمی‌شوند. در درس‌های آنلاینی اساساً چی گفته می‌شود؟ در آنها اساساً به مهاجران تعلیم داده می‌شود که چگونه از حقوق خودشان دفاع کنند، چگونه جای کار یابند، چگونه با کارفرما مناسبت کنند، چگونه از کارفرما پولشان را رویونده بگیرند و چگونه کسی که پولشان را نمی‌دهد با آن چگونه مناسبت کنند. این گونه درس ها به مهاجران در این گونه وبینارها و درس های آنلاینی داده می شود، اما مهاجران خواهش درس خواندن، گوش کردن و به این گونه وبینارها حاضر شدن رو ندارند، خواهشش رو ندارند. اما ببینید یک مهاجری که این گونه خواهش رو ندارد، نمیخواهد که از حقوق خودش باخبر شود، نمیخواهد که کمی بیش باشدم قانونهای روسیه را بیاموزد، اقلا سرسری باشد هم نمیخواهد. اما ببینید که به تحقیر شدن در برابر پلیس، به تحقیر شدن در کوچه ها، در خیابان ها راضی است. میبراید در برابر پلیس یک حقش را تلاش کرده نمیتواند، در برابر پلیس قانون را نمیداند، پلیس هر چی که خواهد گفتن میگیرد، طلب کردن میگیرد. شاید پلیس در آنجا تماما حق نداشت که از این حجت بپرسد، تماما حق نداشت که از این یگان چیزی دیگر را طلب کند، اما هر چیزی که طلب کرد دادن میگیرد. باز پلیس میتواند از این که حجتش شاید 100% باشد، عیب یابد، نقصان یابد، همه چی را یابد و از این پول بکند. مقصد اساسی پول کندن است. روسیه مقامات انتظامیش غوطه‌ور به باطلاق فساد است. طول چندین مثل همین تاجیکستان طول این 30 سال است که فسادکاری، کروپسیه در روسیه از بین نرفته است. برعکس دارد روز به روز نمیخیل با اوج علا رسیده ایستاده است. جواب ببینید مهاجران شکایت کرده ایستادند که مناسبت پلیس با مهاجران در ماه‌های اخیر روز به روز تندتر می شود. این نشانگری آن است که پلیس های روس، پلیس های مسکو گوش نمانده‌اند و پول هم به کیسهشان می‌دراید و با همین راه بالاتری از آنها طلب میکند که دوله جمع کرده بیارند و این پایانترها مجبور میشوند که به شکار برایند و وقتی که میبینند با این یا با آن راه نمیتوانند با نغزی با خوبی پول برویانند، مجبور میشوند تندتر رفتار کنند، مجبور میشوند تحقیر کنند، واهمه کنند و پول رویانند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز
وقتی آن رسیده است که به اندیشه ما باید ما مهاجران حقوق خود را دفاع کنیم، از حقوق خود باخبر باشیم و از حقوق خود گپ زنیم، که از حقوق خود اگر نمیدونیم کسانی که میدونن بپرسیم و آهسته آهسته مدار حقوقی و مدار سیاسی خود را بلند کنیم. انا برای همین هم تماشابینان عزیز خواهش میکنم در این برنامه هر یک نفر از تجربه خود، برخوردش با پلیس چگونه واخورده بود، پلیس را چگونه بازداشت کرده بود و چگونه از پلیس رها یافت، حجتش بود نبود، خواهش میکنم در این برنامه فعال باشید و فکر و اندیشه های خود را بگویید. حالا نوبت را به شما میدهیم تماشابینان عزیز. یک نفر با نام دوران وارد شده اند، بفرمایید. بعد کنستیتوسیا. سلام علیکم. ما رو میشنوید؟ میشنویم. کمتر بلندتر گپ بزنید لطفا. سلام علیکم با تمام مهاجران، سلام علیکم با تمام برادران اهل اسلام. گفتنی در همین باره گپ‌های شما که شوقت همین رو دارم که مقصد خیلی درست قید کردی. اکثر جوانای ما همین روزایی که به مهاجرت میآیند همین پکلینی‌های نو ده مقصد. بله. فکر اندیشه همینا من بسیار همینا را زحمت کردم ده. فقط همینجا اومدن سون کار کردن فهمیدی که ما در سرچشمه همی مثال همی پولیس ها ما در اینجا غم میدادگی سرچشمش ای سببی بیسوادی های که بیسوادی های مقصد سواد ما در همون مکتب های میونه نمیگیریم، بعد میویم در همینجا همه همینو سرزنش میخوریم در همه همی پرابلم ها. بعد گفتنی دارم که مقصد همی جوانای حاضره می اومدگی فکرشو فقط در یک چیه که مقصد بیایم سون فقط کار کنیم. ای مثال یا فکر نمیکنن که مقصد مثال ما همین توجیکو یک کانت از مبلغ کار کنیم در یکون بیزنس مقصد یکون کار دیگه کنیم که همین ستوریکو خلاص بخریم ده یا که در همینجا سواد ندارن، سبب بیسوادی اساسا باعث میشه مهاجران به مشکلی های زیاد دچار شوند. اما میگید که سوم رو کار کنیم برای به یگان تجارت مشغول شویم، بدون سواد بدون حساب کتاب رو دانستن چگونه میشود به تجارت مشغول شد؟ مقصد اکثر یمی ما مهاجرا می اومدگی همجا دسترویکا کار میکنیم، مثال سر میکنیم ایراز نرابوچی خی یگان کس پدرش هست برادرش هست مثال میوه با یگان کار خوب تده کار میکنه سوما کار میکنن مثال فقط خونه روان میکنن ده فقط خونه روان میکنن عاقبت همه هیچی میره مقصد تاجیکستان بعد 3-4 ماه میستد با عبرت نمیگردن میوه مقصد همین سوما اگر جمع کنی یگان بیزنس مقصد کنی کمتر در همین کار ده این همین بچه های ما اکثرش آمدگی همینجا مقصد یگان اینسترومنت ندارن درجه که یک خونه میرون مقصد همون کوشه با اینسترومنت قطعی کنه و گردن شکل صاحبی خونه میکنه همین هم یروی پستی میشوده مقصد با اگر مثال یاد اینسترومنت داشته باشی یگان نویگری داشته باشی همون صاحب خونه رو ببیند میگه هو همین بچه نسم دلی استوهای مقصد من همین یک گفتنی دارم که همین برادرای مهاجره که مقصد همین جمعیان همین یک کار میکنن که پسردینگ شونده بسیار داشت من آدمی را دیدگیم اکای شوقت جان که پسرد نکه وحشه زبان روسیه نمیدونه ده همین یک کلمه را گپ میزنه پسرد نکی میکنه همین برادر خودش سون کار میکنه ما را همین اومدگی همین تاجیکستان همین جده مقصد ایم ایگیگینه اودم مقصد میبره ایمی سوادنوکی اشعارنوکی اودم میبره مقصد
ки тез чӣ хел забони русия тез ёд мегира ё ки ёд намегира. Ҳамиҷо лав зада мактабое ки иловагӣ забони русӣ мехонӣ. Хай ҳамин мақсад да як ҳафта агар 6 рӯз кор кардӣ, як рӯз дигар барои забони иловагӣ ҳамун як рӯзи корита дар ҳамҷа бутӣ. Мақсад дар давоми 3-4 моҳ уҷаи ту мақсади хел просто так қади кӯчагӣ бар ин гап намезаниву ана бо саводона гап мезанида. Мо ҳамин фигрро намекунем. бародар Даврон, ташаккури зиёд. ҳоло ин нафаре бо номи конститутсия ворид шудан, ин нафарро бишнавем, боз ба шумо бармегардем иншоалло. бародар, нафаре бо номи конститутсия ворид шудед, бифармоед. микрофон. алло, бифармоед. Салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар, ҳамин бародаре ки нав суҳбат кардеста мега ки мисол муҳоҷиро биёянд дарс бихонанд, ин гапо ҳама беҳуда. ин коро ҳайсини мактабӣ мешавад. бародар, бояд дар мактаб дарс хондан дар кор як идеямш ки ҳозир мавзӯъ дар бораи муҳоҷирон ва дар бораи полисҳои Россия мақсад. бале. гӯш кинед. инҷа да ҳамин хела мо ям мегардем дар ин Москваем, бародар, кор мекунем. бовар мекунӣ ягон кас лишна тоҷика ҳурмат намекунад. гапа конкретнаш. мо патент сипоридем. ман ҳамин аниқ мегӯям ҷа чанд қад просмотр мисол одамое ҳаста тамошо мекунад буфаҳма будона ки дар патент як гурӯҳ одаморо роӣ кардан, аксарияти ҳамаш тоҷика роӣ кардан ба тариқе ки штоби шумо касал ҳастед. патентшона агар бояд хоҳӣ нахоҳӣ дар 18,000 мера личени мекунӣ. метро Шабловского тарафи короче центр ба бачаҳо рафта личени кардесиян. уҷа да ҳамин ай паспорт мебина тоҷикӣ, так што на иззат на ҳурмат, ягон гап хабар ҳамаш ҳамин хела. полисш айда бата моро ҳамин хел редҳо шида қабидан бачаҳои тоҷике будан ки дар ҳамуҷа паспорти тоҷикӣ яъне ки гражданство доштанд, ному мошинҳо дар ному фамилияшон хати мо рафтан. мега ки ви таҷики да мега мебара поли маҳкам кардан соати 11:00 як сутка ман кардагиам. так што ки ҳамин хел ма гуфтанием ки агар ҳамин хел бирава моро ягон кас на иззат на эҳтиром ягон кас намегирад. то што документи 100% боша. як савол кунам майлаш, бародари азиз. ман фақат танҳо инро пурсиданиам ки ба андешаи шумо аз ҳамин ҳолат чӣ гуна метавон берун шуд? чӣ гуна метавон берун баромад аз ҳамин ҳолат? аз ин ҳолат яъне ки ҳаст государствои хумон мақсад Тоҷикистон вазорати ҳизби муҳоҷират, меҳнат ва шуғули аҳолӣ, шӯрои олӣ бояд биёя маслиҳат кунанд, нигаҳ кунанд. мақсад мо ҳамин хел ҳастем ки дар байни моҳо буд бачаҳои азарӣ, бачаҳои мақсад дигар ҷоҳоро мехапанд ва ёро сар медиҳанд, таҷики гуфта мехапанд. так што ки не уважает всё вот это. дуруст бародар. ҳоло боз ба шумо бармегардем иншоалло. як нафар бо номи Шери нар ворид шудан. ку Шери нарро бибинем. ҳо иншоалло боз суҳбат мекунем. Шери нар чӣ гуфтааст? бифармоед бародар. салом алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. судунака чинҷин? алҳамдулиллоҳ. аз худатон пурсед бародари азиз. барномаи мо барномаи дидгоҳ аст ва мавзӯи имрӯзаи мо пулис ва муҳоҷир аст. раҳмати худо ба шумо. ҳамин бародаре ки Даврон гап шабад гапҳои худаш ба худаш и гапаш ба и гапаш дис буд. бесавод гуфт муҳоҷирора. гуфт ки пула ҷамъ мекунам, бизнес мекунам, бо қапи диш дурӯғгӯишда гашт гуфт ки хона рӯй мекунам, бо ягон бизнесам меқапа. хулас полис мара қапид, ягон ҳуҷҷат надоштам. бурд аддел гуфт ки 10,000 ё мети ё домой отправили. короче ман гуфтам ки ман хона намерам. ба гуфт ки чӣ ман нарафти хона, документ надошти? гуфтам раҳо маҳкамаи якамаш бидимаш билет ба дараҷаи қимати Тоҷикистон намедӣ намешава рафта. короче
بله بعد گفت گاش گفت کی یازنای گفت ваши консулс ваши посольства гуфт сами кончини амиди ҳами гапа полис мара гуфт агар 6 соат маънум кард таргаватса ай 10,000 4,000 дар рӯзӣ шикем соати 11 шаб ай соати 5 мара адил будам. بسیار متاسفم برادر عزیز. حالا ببینید فرض کردیم چخیلی که شما میگویید تاجیکان نفرانی که به مهاجرت رفتند بسیار خوب بی‌سواد نیستند، اما فرض کردیم بگوییم که مهاجران اهل سواد هستند، به سواد هستند، درست، اما چرا مناسبت با پلیس رو وقتی میبینی آدم بسیار غمگین میشود، تاسف میخورد که چرا یک تاجیک نمیتواند با یک پلیس روس یک مناسبت درست کند و حقش رو طلب کند؟ چرا چنین؟ در багажи лахкавои суврум қатъи 3 та полисиян намуди гап задам ки посольствора гуногор бировард. Ҳамиди неки ито айсои бедокументи 4,000 ма гирифтанд через шинос через чақчақ гуфти гапо 6 соат ма кем гишна тишна будами нимкола гуфти гапо касали уи мондам баъд задем омадем дар соати 11 шаб айдаруни адил. خوب تشکر زیاد برادر عزیز. باز هم با شما انشالله باز صحبت میکنیم، به شما انشالله باز صحبت میدیم. حالا یک برادر با نام سلام. آباد سربلند باشید. سلام برادر بهادر انشالله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای شوکت جان سلام به شما، سلام به تماشاگران شما. تشکر به شما. خلاصه گپ که گفته که چقدر مهاجرت بشه یا که باید که در همه تماشا بدروه یا که همه مردم برای همه روسیه بعد خلاص میشه، نه باشه خلاص نمیشه. یعنی همین اتحادی دو واریانت فقط یا میدروه در تماشا آزاد میشه یا که برام میشه. کی میبرد شما رو؟ شما رو که نه آوردن به اینجا یا نفرستادن؟ کیه سروری ما؟ سرور دولت باید گیره بره مردم خیرات کنه و جای کار تامین کنه. ببینید سرور شما میگه که تو به مشورت ما رفتی روسیه؟ آخه که دوجا که جای کار ممکنه دادن چیکار کنیم الان؟ باز چیز دیگر همین است که شما از در تاجیکستان از یگان نهاد جای کار پرسیدید که به شما ندادن؟ آخه جای کار در جا پرسیم پیش که بریم پرسیدن. چی دارد در همه ناحیه ها شعبه شغلی اهالی داره؟ باید میرفته در اونجا همونجا مکه رنگ همینجا پاسرید میکنیم. ما اکر از نارباچی کار کردیم در همون تاجیکستان کوادرات تری بروچت کار 5 سومون کوادرات چه میچینیم مردیم ایشا پوشا با پول ما چرز ملیسا و چرز سوتا هم تری با کشدیم گرفتیم. بله. حالا برادر بهادر بفرمایید در سنت پترزبورگ چی گپ است؟ حالا باشه سلامت باشه. سلام علیکم آقای شوکت. امی به همه برادران دامی چیز شما شبکه شما از این برادر پیشکی برآمد گفت که مهاجرا بی سوادن. هر مهاجری هست که ایمومالی در سوادش بالا است. هر مهاجری هست که سواد 1000 برابر ایمومالی رحمان اینم 70 دامادش بالا است. نه که اینجا دم همین کام عدل دمی غلطه نمی بچهای ما میریم ما را عدل میکشه میگه میگه کاکای پرزیدنت تاکای اتوی نمی پرزیدنت که نامرده میگه خاطیش ما نامردونه رفتار میکنیم. این همی آوای بالا لودو اگر که نیستم او ایمومالی رحمان به همین مقامات روس چی نامردی کرده است؟ همه گپاش رو گوش میکنند، دو دستش پیش بر همه گپی اکوی پوتینش رو اجرا میکنند. اکوی پوتینش نه هر روز در یک روز تولد شده است اینها. آقا جون امی تای انبار خدای ما که دیگه ما دیگه قسم نخوریم. امی رحمانوف قسم کو قسم زده شیم. ما قسم نمیخوریم گپ روز میگم در ادلایش رفتگیم میگه در کار باشه. همین که گفتیم کنسول منابع ما ونکن گفت تو گفت نام کنسول چی میگیری؟ اگر گفت نام تاریخ کنم گفت رحمان گفت زن شمیوره پیش ما. اینا میگه پا ایدان پلیس ملیسا ما فهمیدیم نه که
اگر رحمان فوت انسان چی باشه همین همه خلق جمع میکنه میبره میگه راست که من زن ما بیارم در کار نیست مهاجرای ما جدوان دیگه دولت ها قطعی معامله میکنه نمیگه پورا مایدان پلیس روسیه فهمید تا انبار خدایم اگه من همین حرف پلیس تحقیر نه فقط به شما تحقیر نه فقط به رئیس جمهور است این تحقیر تمام ملت است انا میرم میگم آدم ایماندار وجداندار دکوی کب د توقع نمیکنه من قطعا آدم جنگ کم بود از دل جنواتی ما دکن 1000 سوم 1000 سوم دو دگیم که برای گپ همین گفتگی همو پشتی زن رحمان و ما صحبت کردیم که مرا دل جنواتی کدان 1000 سوم اشتراک دو دگیم که تو قطعی ملیسا گروه برازگا ابراشن کردیدا نه که ما اکا با میگم مهاجرای ما در عذابه مهاجرای ما به حد در عذابه اگر یک آدم نباشه که درجه کنسل حلال نمونه ما را محافظت نکنه ما یه حیات از او میکشیم یه حیات بگذار من شما گفتید که مهاجرا اکثریتش از امام رحمان باسوادتر است از دامادانش و از فرزندانش باسوادتر است بله من قبول دارم آخر همین باسواد آمده است ایده از باسوادهای هم وجود دارند که در روسیه جای کار خوب یافتند مثلا گریم طبیب در بیمارخانه کار میکند یک انجینیر در یک کارخانه مهندسی کار میکند و هکذا ها مثل همین در کارخانه های استحصالی کار میکنند و هکذا برای چی اکثریت در کارهای سیاه کار میکنند اکثریت تاجیکان اکا جدن دورن سوداگر آدمای هست سودا و چیزا نه که سودا را همه بچهای آذربایجان قپیدگی اکا همه سودا هست کم این سوداگرای ما هستن اکا نه در این نمیره نه کمی یا نارود نیدن همه کارگرایی که کار میکنن کو این برای یه رای اپارات پول پیچاد کنه شده توجیک می قپن برام 5000 5300 اشتراک میکنن اکا نام کی توجیک همین فقط اوج تایپ پایم میاد نام توجیک ما این قوادم پس نبودیم اکا در یگام چیز ما تاری آدم پس نبودیم نه که ما را این قوج حقوق ما را پایمال کردی همین رحمان رو پایمال کردی در خونه خودت قدر نداشته باشه در وطن مردم قدر نداری اکا ما شهروندی انگار دارم پس همین برادر رسول رو بپرسیم که فکرشون چی است فکر من نسبت به فکر که بهادر یک من در شهر سنت پترزبورگ قرار دارم همه گفته همه که بهادر که پیش مگزین نرود میده همه ملیسه نام قپیتا 5000 اشتراک یا خانه یا اشتراک این دو وریانت داری من در پیتر زندگی میکنم یعنی یا خانه یا اشتراک همه که یا دیپورت میشی تاجیکستان میروی یا اینکه 5000 پول یا دیگر راه ندارن فقط تاجیک نمخیز دیواسه دارن اکا جان یک گپ دیگه ایده همی میگن تاجیکستان بیش یا 5300 میتن که بیش نرن یا خیلیش میترسن که دپارتاسیا بخورن میدونن که دو بیش مردم برادر شوکت جان اینا من خودم 5 سال آموزگار کار کردم آمدم روسیه مرا خود ندادم بله در همه مکتبای میانم تقبوزه روسیه قانون هست که کسانی که معلومات دارند به طور ساده کرده شده میتوانند که شهروندی روسیه رو بگیرند چرا شما اقدام نکردید نمیشود که همه چهره تقه سون قطعی چهره سوم اکا همه شنو گفتی که بهادره نه همه فند فریبه شما یگان بار در راه در سر کوچه ها با پلیس دچار شده اید با پلیسی که از شما حجت بله نه که ما حقوق خومه که گپ زده میتونم برای او گرنگ نمیکنم بله یعنی حقوق خود میپرسن وش دکمه میگم برای چی مرا یک زنگ را از واتساپ قبول میکنیم با صحبت میکنیم الو متاسفانه صدا نیست نفر به نام امردین اینجا هستید بفرمایید چه گفتنی هستید در این باره امردین
اکا زریعه دیما ششته ساکا جان خدا نگهبانتون باشه همه تا خدا نگهبانتون باشه این برادر احمدی نگهبان باشه زریعه دیما ششته ساکا حتما صحبت میکنیم. تشکر به شما. برادر جونیبک هستید اینجا؟ میکروفونتون رو فعال کنید. جونیبک عبدال بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. جونیبک آماده شوید. آواز من خوب است؟ آواز خوب است. بفرمایید. برنامه نسبت مهاجر و پلیسان روسیه. بله. حتی می شود که مهاجر اروپا باشید و درباره من الحمدلله شهروند روسیه هستم. زاده از 10 سال و پسرم همچنان از شهروند روسیه هستم. و زینه برادر رسول و بهادر که برای گپ زد که شهروند گیری قین هست. نه قین نیست. الحمدلله در شهر از سنتر مسکو دور باشد اوبلاست آسان است. قین نیست. که چنین 2 سال الحمدلله میتونم. یک دیمش نسبت مهاجر و پلیس رفتار پلیس نسبت مهاجر نرچی است. یکم مهاجر باید لباس تازه و آزاده پوشیده در شهر آزاد گردد. برای اینکه اینها از لباس بسیار دیده و سبب اینه که چی میکنن. یک دیمم وقتی که پلیس وقتی که لباس گفتم در سر لباس اهمیتی کلان دارد. ریشی من کانون است الحمدلله. سر لباس نظم میپوشونم اگه چیزی است. دیام وقتی که پلیس میدارد وقتی که پلیس بازداشت میکنه آدم باید آرامانه صحبت کنه. آرامانه یعنی که نو ترسیده با یک سوال یک جواب با یک جواب یک سوال باید تیاد. اگر کم ترک اول کم ترک بلند صحبت میکند جنجال خطی این رای خطی باید آهسته آرامانه از چی خودش باید دفاع کنه. نو ترسیدن اگه کار همه سال 90-95 نیست. بله نباید وقتی پلیس داد میزند یا حرکتی تأخیر کردن میکند صدا بلند میکند مهاجر باید داد نزند آرامانه از حق دفاع کند. بله آرامانه دفاع کرده یک تا برکه پونکت هایی که قانونی هست گوید و یا آیسته از سختی از همون چیشو پایانتر میشوند خرشون. سیم چی است؟ سیم مهاجره ما فقط سرازه پول پیشنهاد میکنن. ما 5 تا ما 4 تا ما چی کنه نه پول اگر اگه نروشنی اگه قانون بیان کنی باشد پول رو نسبتی پروتکل کرده در جو شاهدی قطعی اگه عیب اگه گناه باشد در بانک میسپرن پاسپورت یا که چینا میگیرن. یعنی که همش رسما قانونی باشد. از همه مهم سر لباس خیلی هم هست که میخوان که هر چیز زودتر مثلا گریم استرداد نشد و اینکه جریمه با پول کم میکی با کیسه پلیس میاندازند با همون خلاص شوند. بله این خطا است. برای چی؟ ببینید برای یک دیپورت کردن این 1 ماه 2 ماه در کار است و یا قانونی پروتکل کردن و یا در بازداشت نگاه داشتن این سود کردن این قانونی بد است. این کشور بد است. برای همین اینو خراب زده و یا مهاجران میترسن. بعد با مرحله چی است که مهاجران با همدیگر متحد شدن در کار. یعنی که یک کس بازداشت کرد دیگرش رفته در برش ایستاده کامera کرده یعنی که همصحبت شدن در کار. بله من بسیار مشاهده میکنم. منم گاه محل در انتهای کارها خوش میشم. انا بسیار مهاجران سر و خم کرده میگریزن. این مبشه بزرگ است. شریک رو پارتوفته میگیرن. بله متحد شدن در کار. یکی 2 و 3 و 4 کس کشید آیا یگان کار کردن نمیتونن یا میترسن. یک خود تنها باشه هر کار میکنن. 3 4 کس سوا اول در کجا باید یه دقیقه خوش میکنم رسول جان خواهش میکنم. بفرمایید. یه دقیقه
بعد مهاجران نسبت همدیگر متعهد شدن در کار و نسبت همدیگر وقتی که در کارهای بلند کار میکنن، یعنی همچون پسینی که اینوای، یعنی که همدیگر رو باید محافظت کرد. مهاجران ما نابرد همدیگر رو فریب داده در میلیسیا در پلیس ها میسپارند. این هم یک مرحله هست که چی ما رو پس میکنه. خب برادر، حالا ببینیم مهاجر قانونی چی میگوید اینجا. به همین فکر شما راضی هست یا نیست؟ مهاجر قانونی شما با همین فکری برادر عبدالله راضی هستید؟ السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر سرکار خوب هستید؟ تشکر به شما. میخواستم اول شما توضیح کنم برای برنامه رو. من درباره مهاجران، درباره قانون، بسیار از قانون برخوردار هستید. از دو چیز میخواستم به فهم همشون برسونم. عین حال من خودم در شهر سنت پترزبورگ قرار دارم. عین حال در همین شرایطی بود و باشه همین مهاجران بسیار نهایت وزین شدگی. مثال میگیرم مسئله یکم وقتی که وطن میآیند به روسیه، مسئله ثبت نام کردن یا که رجیستراسیون میگه بسیار یک مشکل شده. برای چی بود که اول این کار اون کاری مشکلی نبود. حالا میره رجیستراسیون میکنن بیچاره، میرن در پاتنت میسپارن، میرن روزی پاتنت گیری پاتنت نمیتونن. سبب چی است؟ سبب یا میگه کوارتیر رزینوی یا که کوارتیر دستگیرنده هست. بگی همین خیلی یک بهانه‌ای برآمدگی که به خدا قسم همین روزی درست من در اون پیش فمیلیسی کلاس تکسکیش میگم همین خیلی 70-60% آدم‌ها رو پاتنتاشون رو نمیتونن. پرابلم در چیه؟ پرابلم در رجیستراسیون. مثال همه این مهاجرایی که میان ای وطن خوب اگر هوایی 10% 15% اگر چرز لهجه‌ای انگار زنیم با لفظ تاجیکی خما مثال چرز خزایکا همه ویو کردن نمیتونن رجیستراسیون. 70-60% بچه‌ها زیاد چون در واگن‌ها خوان در استرویکو خوان مثال ویو را چرز فیلمو میکنی یوریدیسکی میرا پاتنتشون رو نمیتونن. این مسئله یک که بسیار حال عینی حال به خدا قسم همه طرفا باید حکومت همه باید برخوردار باشن، همه باید یک دخالت کنن در همین کار. نهایت وزبینا بیچاره نمیتونن رجیستراسیون شما. بسیار بچه‌ها برآمدگی مثال خدا نصیبشون نکنه پولی بچه‌ها رو میگیرن 6000 7000 میگیرن، رجیستراسیون جواب میگن، بر رجیستراسیون جواب گفتن نمیتونن. رجیستراسیون دروغ و راست میارن میتونن بیچاره در عذاب چون اون پول قرض گرفتگی 7-8000 سومونی 10000 سومونی بلیت گرفت اومدگی ایبا پیلوز در اینجا با پول میگیرن میارن پاتنتشون رو نمیتونن. همین روزا به خدا ما همین که میبینم که خیر در نکنه که ایدس ما چی میایم. ما همین من خودم همین کوشش میکنم بچه‌ها رو میگم خیر بسیار شای یاردم کنیم جای انیق رویشو میکنم میگم بچه‌ها نمیجا برین ساعت فویزای میسو خیر در نام خدا جانم وقتی کارمون بود چیده سر نه که همین عین حال شرایط یکمی بزه بکوز یعنی تمام مهاجرا را همین دو ملتی بسوی باید همین روسیه باور کنید تماما قدر نداره. ما روز خطی به خدا قسم خطی یک تمام کارگری امیگراسیون سروش بر کانت گپمون بالا روی شید. من گفتم شما روی تاجیک و ازبک شما همتون صاحب کار و فرشی دیگه شما باید یک تا هیکل تاجیک و ازبک این طرف یا تا اون طرف کیلویی باید بسازید. نه که شما یک نه رفتاری خوب میکنید نه مثلا کاربوتا ما قرضوره ما پول اخیران یافتگی را به خدا این بیچاره بچه‌ها را میبینیم ازبک‌ها تاجیک‌ها اخیران پولشون میارن به همین حجت‌گذاری صرف میکنن که همین قانونی در اینجا زندگی کنن. این مسئله یکمی که همین حوزه عین حال بسیار باید که همه طرفا باید بچه‌ها همین از طرف حکومت از طرف سفارت باید این مسئله در بسیار چه که اهمیتی است بسیار بسیار. مسئله دیگه که نسبت مهاجرا با کارمندان پلیس مثال چی میگن شما پلیسیسکی مثال هر کس اونجا برادر قید کرد زویس تحقیق خودش دارد. مثال همین بسیار بچه‌ها رو ما اهمیت میدیم حجتاشون غیر قانونی هم مثال حجتاشون درست نیست 20 بار من گام میزنم ای بچه‌ها همین داکیومنتاتون قاعده‌ای نیست طلپا نگردین میبینی 8 کس 9 کس خیر این وطنی مردمی بیگانه دین یا حقوق دارن برای پروژه کردن. اینا شما در اروپا هستین میدونید که روسیه 10% قانون مهاجرت اروپا را کردگی نیست. ولی هم شکر که بسیار ساده اینجا برای شهروندی گرفتن برای خرید گرفتن در روسیه بسیار ساده این طرف قانونیاش گازنده. میخوام اینجا شما را قطع کنم چون یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستاده است. مرحمت زنگ واتساپ رو قبول میکنیم و باز صحبت رو ادامه میدیم. خواهش میکنم استودیو بیایید. الو گوش میکنم شما رو صدایتون رو کمتر بلندتر میکردید. صدای منو داری؟ الو صدای منو داری؟
صدایتون را دارم و اما نهایت پست است. بله، من با سلام و درود به همیهنان تاجیک خودم در رابطه با این مشکلی که الان باهاش دربارش صحبت میکردیم، اینو من دو قسمت میبینم. یک قسمت سیاسی داره، یک قسمت هم اجتماعی به این صورتی که یعنی بیقانونی در اون کشور رواجه. وقتی شما میای به عنوان یک مهاجر، حالا برای کار، حالا برای چی، اون قانون، اون وزارت داخلی اون کشور باید مسئولیتش رو قبول کنه، به عهده بگیره. یه شهروند تاجیکی آذربایجانی اینا میان، باید قوانینی در رابطه با اونا باید اجرا بشه. وقتی اجرا نمیشه، اشکال از اون دولته که در این مورد شورویه، یعنی روسیه است، ببخشید. و قسمت دومش که سیاسی، آقای رئیس جمهور تاجیکستان مسئولیت این کار رو داره. توجه میکنی؟ شما خیلی راحت، شما اگر یک پاسپورت یک کشوری رو نگاه بکن، ببینی به چند کشور میتونه سفر کنه بدون ویزا، شما متوجه میشی این ارج و قربش در خارج چقدر. شما پاسپورت مثلا میگم تاجیکی رو شما چیز کن، نگاه کن ببینی به چند کشور میتونه مسافرت کنه. توجه میکنی؟ این از کارهای رئیس جمهوره که باید انجام بده، ارج و قرب برای مملکتش بخره، برای ملتش بخره. شما در رابطه با روسیه میگین روس‌ها حتی با پاسپورت روسی، با موهای بلند اینا وقتی میان اروپا، اینجا هم اونا ارج و قربی ندارن. اروپایی روسا هم به قول معروف خیلی معذرت میخوام آدم حساب نمیکنن. شما فکر نکن روس‌ها به قول معروف خیلی از درجه بالایی اینا چیز دارن. نه، اینجا روس‌ها رو در اروپای غربی یه آدمای کلاش، دزد، نمیدونم اینجور آدمای اینا رو میشناسن. خیلی ازشون فراری هن، یعنی باهاشون نمیخوان چیز بکنن، به قول معروف به گرمی ازشون استقبال بکنن. توجه که روس‌ها رو شما زیاد بالا نبرید. این عقیده شخصی منه. بهترین کاری که شما میتونید بکنین، الفبای سیریلیک رو بذارین کنار. توجه میکنین؟ با روسا هرچی نزدیکتر بشین، همونجور ضربه بیشتر میخورین. توجه میکنین؟ این بیچاره ها رو از تاجیکستان و ازبکستان اینا برداشته برده اونجا، عوض این که به اینا برسه، احترام بذاره، که اینا رو به قول معروف خیلی راحت آورده اونجا کار میکنن، با اینا با این حالت تحقیرآمیز برخورد میکنن. این خیلی چیز بدیه. توجه میکنی؟ بله. و این پلیس هم خیلی چیزه، این کشور رو نشون میده. پلیس اون ظاهر اون کشور رو نشون میده. وقتی پلیس یه مملکت اینجوری برخورد میکنه با شهروندان خارجی، شما باید ببینید در داخل خود اون کشور چه خبر. شما بریم مثلا توی نمیدونم پاکستان، شما برین 3 نوع پلیس داره. یه پلیس که دزده، اون یکی پلیس رو گذاشتن که از اون یکی مراقبت کنین که اون ندزده، بعد خود سومیش چیز میگه دزده. توجه میکنی؟ این چی؟ اون مملکت نشون میده که قانون نداره. شوروی هم همینجور. شوروی تو بی احترامی سرزد زبون هاست. توجه میکنی؟ این بی قانونی رو من پدرم خدا بیامرزش زمانی که جنگ بود از روسا میگفت که در زمان جنگ جهانی اینا چجوری عمل میکردن. حالا ارتشش ها، من صحبتم سر پلیس، ارتش، جامعه کلن همشون یه جامعه مفسد خرابیه روسیه. من بودم اونجا، من میشناسم اونا رو شخصیتا، کلن اون منتالیتیشونو. توجه میکنی؟ یا آدمای حالا ببینید شما همچون یک نگاه از بیرون، شما نه مهاجر هستید و نه تاجیکستانی هستید و نه در روسیه هستید و همچون یک نگاه از بیرون، یک شخصی که به هیچ نه به تاجیکستان نه به روسیه ربط ندارید، فکر شما چی است و چگونه می شود که از این ورطه بیرون شد؟ با فکر شما من بخوام به طور کلی بخوام به این موضوع نگاه کنم،
کلا تاجیکان شما خواهش میکنم همون تلفن هوشمندتون رو نزدیکتر برای تا صدای بله تا صدای معتدل بیارید. بله من کلا اون جریان پاسپورت رو گفتم به خاطر اینه که چی؟ به خاطر اینه که اون کسی که اسمشو گذاشته رئیس جمهور و اون چیز رو گرفته در دستش، جمهوریت، اون رئیس جمهوری رو، اون یه سری کارا داره که باید انجام بده. توجه میکنی؟ من به عنوان دانش آموز باید برم دنبال درسم، رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور باید بره دنبال اینی که برای مملکتش، برای کشورش آبرو بخره. توجه میکنی؟ چرا وقتی یه ژاپنی میاد روسیه، اگر طرف نگاه کنه ببینه پاسش مال ژاپنه، چرا میترسه؟ هیچ کار نمیتونه بکنه. چرا؟ چون تو پشت ذهنش میدونه که اگر به این آقای ژاپنی یا آلمانی یا فرانسوی بخواد توهین کنه عواقب سخت داره. چرا؟ اگر به تاجیک همین به قول من برخورد سخت بکنه عواقبی نداره. چرا؟ چون این بالا بهش دیکته شده که بهش گفتن. من به این معتقدم. ولی حالا میخوای با اینا شما برخورد کنی، اینه که شما قبل از اینه که پاتو بذاری از تاجیکستان بیرون به هر کشوری که میخوای بری، 6 ماه قبلش، 1 سال قبلش برنامه ریزی بکن، زبان اون کشور رو یاد بگیر. این الف تا ی. توجه میکنی؟ این تشکر حالا از شما خواهش میکنم شما لینکی که در پایان نوار گذاشته شده است توسط آن میتوانید وارد استودیو بشوید و در اینجا میتوانید با دوباره به سه باری فکر و اندیشه های خودتان را مربوط به موضوع بگویید. و حالا بسیار نفران خواهش کرده ایستادند که ما نوبت را به دیگران بدهیم. به شما تشکر میکنم که در این برنامه ما شرکت کردید و فکر و اندیشه خود را ابراز نمودید. برادر عزیز تشکر به شما. حالا نوبت به جانبیک بفرمایید. جانبیک هستید اینجا؟ یک بار وارد شدید، ما به شما سخن دادیم و باز خارج شدید و باز وارد شدید. جانبیک هستید اینجا؟ سخن میکنید یا نوبت رو با دیگران بتید؟ مرش خوب. امریدین بفرمایید. بله. یپ بانی ورود. خوب سلام عرض میکنیم با کلی همراهان. و علیکم السلام. خواهش میکنم اول شما یوتیوبتون رو خاموش کنید و بعد سخن کنید. یوتیوب من فکر میکنم که خاموش شد. صدایتون ناشنوا میگوید، یعنی یک کمتر. انشالله که ساز شد. بفرمایید. خوب در مسئله مهاجرت صحبت کردیم، بسیار خوب. مسئله بسیار خوب است، مهم است و اینجا همه برادر مهاجر ما را گوش میکنن و بسیار مسئله را میارن که در حکومت در سر حکومت میزنیم. خوب اکر شوکت خوب میدونه که هر یک دولت قانون و قاعده خودش داره و چه قانونی که او قبول کرد تاجیکستان نمیتونه که دخالت. بله، تاجیکستان نمیتونه دخالت کند، ولی تاجیکستان همچنین یک کشور دوست میگوید که شهروندان من را از روی قانون ها بدون تحقیر، بدون سرزنش مناسبت کن، قبول کن، میزبانی کن. میتواند این را طلب کند. تاجیکستان همچنین یک کشور در عاقب در پشت همه شناسنامه، اگر شناسنامه را کشاید در آنجا من راستی چندین سال باز شهادتنامه رو ندیدم. در همون پشت شهادتنامه نوشته شده است که این شهروند زیر دفاع جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اما در همین پشت شناسنامه، یک شناسنامه رو در دستتان گرفت داشته باشید، کسی در همین جا شناسنامه خارجیش در دستش هست
در همین پشت شناسنامه‌اش را بگیرد بخواند. در آنجا نوشته شده است از کشورهای دوست خواهش کرده می شود که یاد ندارم، من چندی قریب 4 سال 5 سال باز ندیدم شناسنامه‌ام را. هست در همینجا میتواند خواند همینجا را. کی هست؟ شناسنامه دارید امریدین؟ شناسنامه خارجی تاجیکی؟ بله دارم. میتونید همینجا رو بخونید؟ یک کمی مهلت میگیرم. نفهمیدم. یک کمی مهلت میگیرم. یک کم وقت. نه مهلت گیرد. حالا ما با شما برمیگردیم. شما همون شناسنامه‌تون رو دریافت کنید، شناسنامه خارجی رو. و جانب یک آماده شدید گپ میزنید یا نوبت رو به دیگران بدیم؟ تمام انتظاری. بعد از انتظاری 4 سعید و انتظاری بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هنگام مسافرت در کشورهای خارجی شما زیر عمل قانونگذاری آن کشورها قرار میگیرید. جزا برای ویران کردن قانونهای محلی حتی اگر نافهمیده صورت گیرد هم میتواند بله جزاهایی که در جمهوری ترکستان برای همین گونه قانونشکنی پیش بینی شده است سخت‌تر باشد. برای مبادله پول یا خریدن تحفه تنها به نقطه‌های رسمی مراجعت کنید. خیلی نوشتگی مقصد یک امردین خیلی که دوی مامو دوست خواهش کرده می شود که همین خیلی گپ است. بله این معلومه به همه معلومه برادر اکمود به موجودات مقصد یا مسئله را گفتنیم اکای شوکت جان که باید که بیست اکای شوکت جان مسئله را پیشنهاد کنم. برادر عزیز انتظاری شما همه شناسنامه خارجی حاضر در دست دارید؟ بله بله همه شناسنامه خارجی آخرین صحیفه‌اش رو بخونید. هم در همونجا گفته شده که از کشورهای دوست خواهش کرده می شود که در همه خیلی گپ دارد. بله نوشته از شما بزرگ سامدانی بخور بکنم نوشتگی روز که جام کم چی طرقه چشمام نغز نگذاشت سه خوندن با همین خاطر بیایی را نخونیم همین گفت که پا کوچکی گپ شد بزنیم این مسئله معلوم را شد معلوم را گفت گوش اکای شوکت برادر انتظاری صحبت بکنید حتما صحبت بکنید. من حالا شما سخنتون رو آغاز نکردید حتما سخن بکنید. از اینه که شما گفتید که یک مهاجر رو از جوابگری میترساند از جنایتکاری میترساند بله این درست است لیکن اونجا گفته شده است که باید به کشورهای دوست تاجیکستان با دادن این شناسنامه به شهروندش مراجعت کرده است که این باید حق و حقوق این شهروند باید رعایت کرده شود در کشورهای دوست و این شخص زیر حمایه حقوقی جمهوری تاجیکستان می باشد. این گپ نوشته شده است در عقب شناسنامه خارجی. انا ببینید برادر عزیز وقتی که چنین نوشته شده است صاحب این شناسنامه یعنی نفری که مقاماتی که این شناسنامه را داده است وقتی که این چیز نوشته شده است در حالتی که حقوق این نفر پایمال می شود مقاماتی که شناسنامه را داده است در کجا است؟ چگونه این نفر زیر دفاع جمهوری تاجیکستان قرار دارد در حالی که حقوق‌هایش شکسته می شوند نقض می شوند؟ برادر انتظاری بفرمایید. برادر که شوکت جان مثال امی شناسنامه در هر یک دولت شناسنامه خودش دارد مقصد همه دولت به خودش مهاجرت داره روسیه هم داره گرمانی هم داره دیگه جو داره نه که حقوق ما حمایت کردن نمی شود. حقوق ما تماما حمایت کرده وقتی که حقوق ما حمایت نشود او از او وابستگی نداره که شما زبان هم میدونید گپ زده و یک برادر روز گپ زد خیلی ها میشه بعضی مواردا که مناسبت کنی ای پلاژین برومدن ممکنه نه که بعضی مخالطا وابشه نه مناسبت نگاه میکنه نه پول تا نگاه میکنه همین نه ما شاهد حالم که برادر پتن داره که هر مو 5100 سومون میسپره اندازی دولت نه که همین رگیستر فصلی نشه به حساب که همونجا قپیدنش رگیستر فصلی دادن بعضی نبوده است 30,000 پول جریمه کردن. جریمه نه هم خیلی دست گرفتن. نه همه معلوماتی که
همین معلوماتی که در بعض دانش نیست سببگورش کی است؟ خودی مهاجر است، خودی مقامات سببگورش اکیجا در مهاجر هم گناهگار کدام ایجا کی نایده این واریان یک مشکلی داره. نمیدونم شما در راستی کار کردیم فعالیت داشت نداشتن که شوکت جان یک چیزی هست که مهاجر اینا مثال من خدمت مثال همه معلومات اولی دارم نه که با همه کارو و میخرم ده همه میتی در اکساس میتی میگه او دانی بازده میره نیست همون چیز دانی بازده نیست. تو او را خودت با یک بار تفتیش نکنی که مثال دانی بازده هستی نیستی. مثال همین مثال اودی که من خدم پاتین پدوات کردم سابشین هم خیلی اومد که فلان چی برین فلان کابینه 368 کابینه 368 کابینه رفت شما گفت دادنی بازا نیستی. اومدم ابراد همون رایون کی کمد میکردم در اومدم گفتم هم خیلی ریکساس احمد دانی بازا دانست دیدن گفتن شما اوجه هستین یک روز دو روز ای بانک گذشتگی مالا مهلت مونده بود که 14 فلان روز تا ساعت 14 را مقصد با ابراد بیو رفتم ابراد وقتی که من میدرم اونجا ژیتون میگیری کو من ساعت 11 درم ژیتون گرفتم فورتشکای که باید من قبول میکرد اون ساعت 5 بیگو گذشت ساعت 14 گذشت من مقصد فورتشکا نزدیک نشدم ساعت 5 گذشت رفتم گفت شما با جریمه 10,000 پول. من گفتم در کدام اساس 10,000 پول جریمه؟ گفت شما دیر کردین. من گفتم که من هم چکی که گرفتم وقتی که چی نوبت گرفتم می ساعت چند ما اومدگیم این به سبب شما شید. خیلی نه گفت شما دیر کردین. من گفتم چخیلو خام کردم خیلی گفت kako ta berem женщина там сидела наверное она перепутала. Я говорю, кто-то перепутал, не это. Я говорю, начальник, я пеш начальник رفتم. начальник رفتم گفتم нам خیلی حادثه کار. من خیلی اومدم اینم خیلی ساعت اومدم در اومدم اینا ساعت دیدم من نوبتم بود ساعت 5 قبول نکردن فورچکای ما هم خیلی زاینید بود رفت بدرک دیدم که کارو مقصد 10,000 شد. گفت برام گام میزنم. رفتم به چی مرا بام طرف چیکار کار مرا بود کردم فورچکای بدگی. نه که همین کارو مثال از زبان ندونستم همین کارو بسیار میبینم در همونجا میشینیم مثال وقتی که تو نوبت میاد چقدر مشکل پیش میاد میبینی آدمای دیگه برادرها را همین مشکل رو حل کردن نمیتونن مقصد. بله حالا ببینید با همین خاطر برادر اکا شوکت پیشنهاد همی که مثال بسیار در هر یک رایون هر یک جا مثال همی تشکیل کنن که مثال بچه‌ها را دستگیری کنن چقدر که نه برادر عزت امان بود همین واریانت ها را حل کنن که برادرها با مشکلی چی نشن. بسیار از مکتب تمام کردگی اومدگی گپ زدن نمیتونه قانون چی حجت گذاری تشکیل کردن نمیتونه خلاص قطعی هست نمیفهمم خیلی مشکلی داره همین رو برای هر یک برادر مشکلی داره. اون مثال میاد دستوری که سوادش حق نمیگم همه بی سواده نه که همه چیز گفتم که مشکلیش در چیه. مثال من خودم آدم میفهمیدم همین کار 10,000 مرا جریمه گفتیسته. ما اگر اونجا نفهمم آدمی که نفهمه زبان نفهمه گپ ندونه 10,000 میتی یا که میگردی به دکمه گشتن میگیری دیگه قاعده و ایران میشود در اینجا. معلوماتم عالی. چی معلوماتی عالی دارید؟ تخصصتون چی است؟ انجینیر اکونومیست. شما با همون تخصص خود کار میکنید یا اینکه جای کارتون نه دیگه در سودا کار میکنه. در سودا کار میکنید ولی یعنی وابسته به تخصصتون جای کار نیافته؟ نه جای کار هست راستی گپو حجت گذاری نقض نیست با این خاطر جای سودا در کار میکنه. بله در تاجیکستان شما وابسته به تخصصتون جای کار جستجو کرده بودید یا نه؟ راستی ما در پیشنهاد بود برای تخصص جای کار بود او وقت ما قبول نداشتیم کارا را فقط ما را دواینی در ملیسا میخواد کارا قبول میکردن. وقتی ما تمام کردیم دانشگاه را راست گپ میدیدیم که برادرایی که وقتی کار میکنن برای که او کارو دکنی که زندگی تا بیای پیش برا باید که ایاکس ایا کامغال نام بخری ایستوبی باید بکنی بگیری همین راهو بدن به همین خاطر کارو را قبول نکردیم خستیم مسافرت اومدیم. حالا یک سوال دیگر میتیم بعد نوبت رو به دیگرو میدیم. یک نفر دیگر بود از واتساپ زنگ زده شدند. ببینید برادر عزیز شما در حالت برخورد با پلیس از کدام ریتم استفاده میبرید؟ چگونه معامله میکنید و در همین حالت چی باید کرد؟ به مهاجران چی توصیه میدید؟ از تجربه های خود گفته میتونید با پلیس؟ اگه برادر گفتم که مهاجرت و پلیس هم خیلی معامله نقض کردن مثال دادگرفت هم کردن ممکن است هست واریانتش هم شرطش هم هست نه که برای قانونگذاری داکیومنت حجت گذاری را نقض کردن
بچه‌ها در کمک لازم است. مثال حاضر گفتم که میرود 2 روز 3 روز میسته، در نوبت میسته گرفتن نمیتونه، اوجه پرسروش نمیشوه، میگه خیلی مایل همخیل مایل میگه، اوجه دکمنتش فرشی بشی دیگه جو غلطی اوجه تمام جواب گفتن نمیتونه. یا که پولش اوجه باید کار کنه، 3 روز میره در نوبت میسته، ای پول میمونه، کوارتیرش پول کار میکنه، خوردن در کار رفلی. با همین خاطر میگم که در هر مثال خطیبی جای باشم تخصص که همین بچه‌ها را یاردم کنم. مثال رنگی نه ایزد دمون کاوت گفتم که بچه‌ها بسیار با همین مشکلی راه میآوند، با همین خاطر یاردم در کار مهاجرا با همین مشکلی حسابی نمیدونن کجا چیکنن. مثال همین دکمه کجا پدوات کنن که رجیستراسیون نرمال نمیگیرن. در یک خونه میمونه، یک خونه رزینی مقصد، وقتی که او مونده با دیگه آدمی نو پیدا شد، او دیگه که زمان این اتوماتیکی او قید بیرون میشود. اوجا این اتوماتیک من همین رو هم که به همین اشاره کرده بودم که مثلا شما رفتید توسط یک صاحبخانه رجیستراسیون کردید، بعد شما رفتید یک نفر دیگر اومد پول پیشنهاد کرد، گفت که مرا رجیستراسیون کن، شما رو میبرد، او رو میمونه، شما بیخبر رجیستراسیون شما یعنی قیدی بوده باشه شما انوری رو واشده. این چیزی است. بله همین خیلی همین وریانت هست. با هم خاطر همین ایرا برای فهمیدن باید که هر یک برادر میتونه که دایم و یک بار تفتیش کنه که حجت قاعدوی هست یا که نیست. تفتیش کردنش وجود داره، چگونه تفتیش کردن ممکن است؟ هست وریانت شک بعضیا پول میگیرن، مثلا 500 تومان، بعضیا 1000 تومان میگیرن، بعضیا میتونن که در تلفن هم خیلی اگر سوالشون چی باشه اگر چی باشه ولی خدمت در شما راهی میکنم، میرم میبخشین کم توضیح کم دکورم و میکنم که شما در راهی میکنم، بعد ممکن پیشنهاد کنیم بچه‌ها دا. تشکر زیاد برادر عزیز. سوال چروس سعیدووا بفرمایید بعد از اون واتساپ. برادر عزیز برو. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. امردین صبر کنید، امردین صبر کنید، ان شاء الله شما هم سخن میتیم. حتما برادر عزیز سخن‌های روخندار جمع کرده ایستید برادر، حتما به شما سخن میتیم ان شاء الله. چروس سعیدووا. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. این حاضر بچه گفتگیشم خیلی خوبه، من گپشم به ساعت باش گوش میشم. اینا زبان روسی را نمیدوند، میلزه ها را میبینند اینا میترسند، ایناش هم هسته. گپ زده نمیتوند، اینا را میبیند که میلرزد. لرزیدن در کار نیست. برای چی میلرزد؟ این هم آدم های رنگ آدم با این گپ زند، رنگ آدم با این جواب میدهد. گپ زده نمیتوند، برای همون عیب خودشون زبان نمیداند، باید زبان یاد بگیرند، چخل رزگوار کنند، چخل گپ زنند، قانون قاعده نشکند، یگان چیکار نمیتوند. چروس صبر کنید. خوب ببینیم نفری که از واتساپ زنگ زده شده است به این گفته شما چی میگوید. از واتساپ نفری زنگ زده شده، بفرمایید. حالا ببینیم خواهر چروس به این فکر شما دیگران راضی هستند یا نه؟ الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شنید اینجا چند نفر در همین باره مناسبت مهاجر با پولیس صحبت کردن، فکر شما در این باره چی است؟ الو راستی اینجا پهلوها بسیار است، راستی که به 50 پهلو زیاد است. از زبان ندانستم، چون که اکثریت مهاجران از طرف حکومت تاجیکستان خوش تحقیق شده است. من 1 سال بیاسم است از طرف رئیس جمهور خود آن گفته بود که اکثریت مهاجران ما زبان نمیدونند، قاعده قانون نمیدونند، برای همیشه کیدت میشن، از طرف پلیسا ظلم میشوند. خود حکومت تاجیکستان امیر گفته بود بیاسم است. من اصلا برادرانی که زبان اصلا آذربایجان اصلا روسیه که زبان نمیدونند، هیچ که بیاره هیچ نمیگه. برای چی؟ برای چی؟ حکومت چون دستگیری میکنه، حکومت آذربایجان دستگیری میکنه. حکومت آزاد من هم در سنت پترزبورگ زندگی میکنم، در قوات حکومت آذربایجان در کنسول از تاجیکستان است. از تاجیکستان در یک مشخانه جان شده که از آذربایجان هم پلیساهای همین سنت پترزبورگ اخرانیت میکنن شب و روز، چون که اکثریت برادران ما زبان هم نمیدونن و انا. همین کمبودی ها راستی که واقعا شفاعت بسیار بد است.
این اگر همین یک خانه همین برادر یک پیشنهاد دارد که از این حالت چگونه باید بیرون برآمد؟ چگونه از این حالت حکومت تحقیق شده است؟ بعد ای بفکرم که قطع شد. بله آقای شوکت نفرمایید. بفرمایید از همین حالت چگونه میتوان بیرون شد؟ از همین حالت باید حکومت کمتر بیدار شود، یا کمتر پدیشگاه کنه. وقتی که اینجا من برادرای آذربایجان، ارمنین، قرقیزا، حتی قرقیزا مثلا به سواد زبان نمیدونن نکم از طرف حکومت دستگیر میشوند. وقتی حکومت که دستگیر میشود مهاجران دیگه به غیرت میشوند. عزت امان را که از حقوق مهاجران دفاع میکرد، مسئله بود بوششان را حل میکرد و هکذاها او را استرداد کردند به تاجیکستان، هرچند شهروندی روسیه را داشت. شاید مقامات تاجیکستان از اون میترسد که به همین کنسولگریشون و به سفارتشون و به نمایندگی مهاجرت، مهنت و شغل اهالی در روسیه همشون را دپورت بکنند به تاجیکستان. شاید از این میترسند. در کنسول همین تاجیکستان در سنت پترزبورگ برای کارم نظر فروشد در سنت پترزبورگ بود. یک نماینده شهروند من گفت یاردم میکنه تو با من نمایندهش ما رفتیم اویر همین سنت پترزبورگ و زنک ما رو دکومنتوم یا زنک همین کارمند اویر همین سنت پترزبورگ گرفته بود. گفتیم که آقای بیا وای که دکومنتوم رو حجتای ما رو گرفته. اومد همون زنک گفت که تو تیک توک گفت ده وای گفت که یا پرسیدل ریسپوبلیک تاجیکستان گفت دکومنتات نشون ده. گفت من دکومنت ندارم. گفت چوب اینجا اومده نباشم. گفت همین بچه‌ها پاسپورتاشون گرفت. گفت اگر پرسیدل تاجیکستان باشی من دکومنت پیشنهاد کنم. من از گفت محل میکنم کارا. برآمد گریخ رفت در میدان انتظار شد. رفتم پیشم گفتم که اکو بیا برو پور مورال که میگم من دکومنت هم نیست. گفتم تو چه نماینده تاجیکستانی پاسپورت نداری هیچ نداری. من اگر بفهمم من پاسپورت را دپورت میکنم. میگه نماینده تاجیکستان گپ شوی میگه که مرا دپورت میکنن. این سال 2012 یا 13 بود اگر خطا نکنم. بعد در اون پیش همون زنگمو خودم زوره کردم گفتم که من دمویل چی گفتم پاسپورت من تین. همون زنگ گفت یکونیم هزار تا. گفت تو جواب یکونیم هزار. گفتم من جواب دادم. نه که وای آدم گوره نماینده تاجیکستان ای همین کنسول درون کنسول نه تاجیکستان اصلا پتک من گرفته رفته بودم. نسبت عزت امان برادر عزت امان وقتی که در همین جا بود من به خدا شب و روز آرام خواب میکنم که من بعد یگان پرابلم بس من عزت امان است پرابلم رو حل میکنم. این عزت امان بردن این خیلی چی شد. بعد عزت امان بردن چندین کسا این نصف میشن به نام و نشان چندین کسا رو روی راست میپرونن یک کس سراغ نمیکنن. همین تاجیک ای موسورده به قدر دل نمیرسه. این همین دیگه چیزی گفتم من نمیدونم واقعا. به خدا این یک کارو میکنن نسبت همین تاجیکای ما. ازبک‌ها با خیلی به قدر میگم همین تاجیکی که این همین تمام بلا زدگی ایتاده. در دوران همین کنسول تاجیکستان در دوران کنسول تاجیکستان آمدن پاسپورتای همین تاجیک‌ها قبل 140 نفر هممون تو کده بردن پاسپورتمون برده 500 و اینا 500 و 600 میش تکون کردن. بدم نماینده کنسول تاجیکستان برای ایدار کار نمی‌کنه. ببینید برادر و همه مهاجران باید بدونن که داخل سفارت تاجیکستان این تاجیکستان حساب می شود. داخل سفارت تاجیکستان از همون پنجره های سفارت درون از همون پنجره های سفارت تاجیکستان داخل درون اونجا زمین تاجیکستان محسوب می شود طبق قانون. زمین تاجیکستان اونجا تاجیکستان است. یگان نفر پولیس امنیتیش دیگر و هکذاش حق ندارد بدون اجازت بدون نامنویس کردن خود وارد خاک تاجیکستان شود. من شدن راستی که میگم اینا درآمد ما اینایه خراسان میشم ما بچهای خراسان در یک کار میکردیم در همون تریتوری ما در یک انگرک ما همون نمایندای تاجیکستان رو جا کردیم به جا بودم چون در یک کنجک جا انا همونجا آمدن پلیسای روز در آمدن همونجا یک زنکک بود گوهر چین خیلی نامش ایس هم برو شاید بازرم باشد گوهر نامش فامیل سعید هم برو همون زنک برآمد همون زنک پشاوان گفتن و گرفتن همه رو جریمه کردن بار کرده بودن. دو تا پلیسای عادی
من بایستم از من همه کارا رو همین حسال سال همین دمی چی میدونم سن پترزبورگ من کارم خوش غلطی وای میگه حاضر میرم میگه یگان مشت شکلات چیزی شکلات چی میکنی میگه من گفتم تو تاجیکستان وای شکلات پیش کار تو رو بود میکنه. بله تشکر برادر. حالا امردین رو میشنویم. امردین کو ببینیم چی گفتنی هستند برادر. امردین برادر همین چاپلوسی بسیار همین دفعه حق شه بگو تو چی میترسی هم ناموس داری یا نداری. من در روسیه 16 سال شد در سن پترزبورگ. حالا شاید دیگر امردین باشه. این اول بفهمیم حالا این سیمایش نیست. امردین بله میشنویم. تشکر آباد باشین. تشکر به شما برادر عزیز. خوب یا بوریگا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. ببینید هر یک دولت قانون و قاعده خودش دارد. بله. و یکمین درخواستی فدراسیون روسیه از شهروندان خارجی مقصد آسیا همین است که باید زبان اونها را با قانون اونها باید ما بدونیم بیاموزیم. یکمش بعد یکمش که ما تاجیک‌ها تمام قانون روسیه را کاملا پایمال میکنیم. من در روسیه بگیم که از جوانی بودم خدا شاهد از دروغ نمیگم. من بگیم در همونجا کلام شدم لیکن از جهت مناسبت یگان بار نشده است که من پاسپورت تاجیکی قدی گشتم. یگان بار نشده است که تحقیر کرده باشم یا که یگان نسبت ما یگان عسکر بودن یگان نیترال رفتار کردم. وقتی ما را زدشکه کردن حجتون نوتوری بود 3 ساعت طبق قانون 3 ساعت من کردم. وقتی از 3 ساعت گذشت ما دعوا کردیم. گفت که کم صبر کنین ماشین نه شما رو به مهمخانه میبریم دکترها شما رو نظارت میکنن که ما شما رو لطف کوب نکردیم پس اجازت نامه به دست ما دکترها که دادن شما رها میکنیم بریم. این مسئله هست. قطعی اونا مثل انسان صحبت کردن در کوره. بعضیش پتن دارد میخیزه قطعی ملیسا هایهوی نمیشین مسترو بسیار شدیدیم. واقعا همین خیلی مردم خوش میکنیم موجی و برادر نکنین این کارو را. اون دولت اون از اون وقتی که من کرد پولیس حجت پرسید حقوق داری که پرسش با کدام اساس مقصد یگون کسا جستجو داری ممکن مانند باشه ممکن که یگون چه حجتی هست که تو من کردی بگه که نه مقصد همچون شرمد خارجی من میخوام داکیومنتو را تفتیش کنم. یگون مشکل نیست بتونیش تفتیش کنه. یگون تا نمیکشه یگون تعدیل میبره ساعتوش قدیمتیان نمیکنه. بعضیوش میگریزن میگنن مولیسورا بسیارش دیدیم که میگریزن اکی کنسر میکنن قشون میکنن. بچه آدم نترسین بیستین نشونشون بودین همویش چون نمیگن. و در مسئله که شما برای پاسپورت گفتین در پاسپورت نوشتگی هست و اون قانون قاعده باید اون قانون قاعده رعایت میشود و دیگه که این مسئله اساسی که باید از بین بره در مسئله کوالتی و بچه‌ها رو درست کردن باید ما تاجیک‌ها یک جایش این مسئله اساسی پسردیک‌ها رو باید ما نکزت کنیم به خاطر همین فریشون و اون شخصایی که از تاجیکستان ورودی روسیه میشوین التماس پیش برادر میرین خواهر میرین پیشکی زنگ بزنین که برادر خواهر همون جایی که ما استقامت میکنیم ما رو همون جا رجیستراسیون میکنن یا که نمیکنن برای پسرد فرق نداره. لوبو جدا میگیره در کارخونه در اون رزینکه میکنه میره دوجا میگیره جوش انیر و میکنه سرت میکنه. امردین تشکر زیاد به شما. حالا آزادی با اکی عزت امان رو میشنویم کو ببینیم چی میگن. سلام علیکم اکی شوکت محمد. سلام با همه برادران تماشاگین. گفتنیم که انا برای همین اکی امردین عملی گفتی و وقتی ما بده میگشتیم در بالای نمیچخلی تانگا گفت چی گفت بازی میکنن او دور خودت میگشتی گفتنیم او دور گذاشت بر رفت و زیاد دور اومگه که اگر هم پود کجالا برود پود اوسون دیگریش میاد ایشا فراموش نکن. انا بعد گفتنیم که ما بیزور شدگیم ایامی مهاجرت هم ایامی پاتن هم ایامی رجیسترات هم امروز یا برنامه تماشا کردم در همین برنامه را میگه که آدمای سومدورا را در تاجیکستان برآمدگی که باید سوموشون نمایش بدن که چند قری سوم دارن. آدمای سومدور بدن مقصد
киштан шуин аз мисол зайд саид тирмашон кардам бародарое ки мисол барои мардума дастгирӣ мекарданд мақсад муҳоҷират намеомаданд тари одамора суд карданд сум санг дар дасти раиси ҷумҳурай биброра стройкора пеш бара муҳоҷирара мисол раҳша бигира ки омадан кам шава то кая дига мо меем дар ин мулки мардум кор мекунем дига фарзандомон ин аз гуфтаи гапзано синфи 6-7 сол ҳалол дидагӣ нестем мерем ямуду мо местем мегардем мием ба ин тариз ҳаёт пеш меравад дар ватани худмон обод кунанд мақсад дар ватани худмон сум санга ай банкҳои қавр бало ҷога накунанд қарибу магиян рафтану шу ус раис шуда ус шу қариб шидагиам биброранд дар ватано мақсад дар ватан кора пеш баранд ки дига мо муҳоҷират наем безор шидем аем патенам аем регистратсиям. бародар Бадахшон бифармоед. Ташаккур ба шумо ба бародар Озодӣ ба якай задамон. Ҳоло Бадахшон бифармоед. Бадахшон ҳастед ҳаминҷо? Кани як бороед аз Бадахшони мегуфта сар кунед чи? تو اینکه برادر بدخشان حاضر شوند برادر سلیم بفرمایید. سلام علیکم برادر شفقت. اویدی مشکلی ها البته مشکلی ها زیاد هستند. من همین را گفتنی هستم که مشکلی اساسی ندونستن زبان است باید در حکومت های محلی در جماعت ها از حساب حکومت با طرز از حساب حکومت و کورس ها تشکیل کرده شود که زبان بآموزند قانونگذاری را حجت پر کردن و اینچنین در همون نزد همون حکومت های محلی هر یک در این کورس های 3 ماه تشکیل کرده شود یعنی که با یگان اختصاص را بآموزند از همین این باید در همونجا شود. بود دیم سببش همین است که باید همین نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه در تاجیکستان شده شود. انا سیم پیشنهادی من همین است که با حکومت جمهوری باید در شهرهای کلانترین روسیه نماینده بانک های تاجیکستان با فایز کمتر باید فعالیت کرده شود مثل بانک هایی که قرقیزستان هستند بانک های ازبکستان هستند شهروندانشون بتونن از بانک هاشون برای حجت گذاری مبلغ میگیرن و میگردونن. باید همین کارها حکومت جمهوری باید تشکیل کرده شود. یعنی بانک های تاجیکستان در روسیه فیلیال های خود را باز کنند. بله فیلیال های خود را باز کنند. این چونین اساسا زبان باید در تاجیکستان زبان روسی حقوق حجت گذاری را باید همون مهاجرانی که چی میشوند باید در حکومت های محلی آموزش شود یعنی که از حساب دولت. بله و اینچنین همین سنتری امیگراسیون سنتری که در همین جا هست در فیلیالش در تاجیکستان شده شود که همونجا حجت گذاریشون علاقه تخت کنن مهاجر بیاد علاقه حجتاش درست باشد و از پای کار باشد میآید مهاجر به مدت 1 ماه تا حجت چه میسپره یک نیم ماه از قسم دوادر حجتاش میشه یک نیم ماه وقتی مهاجر بهوده میگذره تا اگر حجتاش درست نباشد او کار کردن نمیتونه اگر او را در سر کار خبیدن علاقه او جریمه میشه یا که دیپورتاسیون میشه. تشکر. با نقطه مهم شما اشاره کردید من همش رو به خیط گرفتم. برادر عزیز تشکر به شما. برادر مهاجر بفرمایید. مهاجر و بعد از مهاجر واتساپ. برادر مهاجر بفرمایید. هستید اینجا مهاجر؟ السلام علیکم اکا. اکا من چی گفتنی من با گفته همی اکم کم تره روزی نیستیم میبخشیم ما را مادرمون موزی بله ما غلام هستیم ما را از مادر مهاجر تولد کردگی نیستن یا غلام تولد کردگی نیستن ما 30 سال شد چی اوزی برادر همه دولت
پیشرفتگی تکنیکه روی میکنه با دیگه دولت پول کار میکنه ای تکنیکش ما باید اپاکوف کنیم آدمای امو یاردم چی تیم نشان بتیم بگیم بره غلامی کنه در دیگه دولت چیکار کنه مشکلی از همه مشکلی در روسیه اومدگی ای همه آخرش میبیاد در مهاجر میزنه آخرش میبیاد چون بیکاری بسیار میشه مردم دیگه نرخ ارزان مهاجر میکنه این کارو را ای مردم در پیشانی ما وقتی که مادر تولد کرد غلام نکرده بود یا مهاجر تولد نکرده بود ما انسانیم چی ما مهاجر فرزندای امام علی مهاجر نباید یا فرزند امام علی تمام تاجیکستان قطعی داماداش بخره و چی ما مهاجر و خدا قسم خون میخریم در این مهاجری اکا آسان نیست این مهاجری فقط ای تاجیکستان ما را زنگ میزنن میبخشه اکا ای تاجیکستان زنگ میزنن اولی مکتب ما پول دادیم پولی گودک پولی با آخری مکتب برای چی میگه برای سال دیگه با اولی مکتب میگه با آخری مکتب اولی یه بار میگفتن اکم برای پلیس گفته ما در وطن خودمان نمیخواه پلیس در روی من میگه که شما قدر در وطن خودتان نداره در دولت خودتان نداره شما وقتی که میگه ما میبینن که شما را رنگ غلام در دولت خودتان ما گفت همون خیلی مناسبت میکنیم گفت برای که این مناسبت ما را در دولت شما بدتر میکنن شما را برای ما هیچیه گفت برای در همون دولت خودتان کار کنه چه ما با کلتون گرفتیم برای در وطن خودتان کار کنه ما خود ما کار نداریم گفتن خب ببینید اینها کارگر در کار گویون مرده رفته استن هر روز کارگر در کار است من خبری آخرین 5 میلیون به 5 میلیون مهاجر نیاز دارد روسیه خبری آخر ای اکای شفقت کارگر گفته میبرن چی گفته میبرن این همین ما تاجیکا را کمتر ازبکا را در کار ندارن در همین رومون میگن در کار نداریم این همین میمرن ای بکار چیه خودش از همین روسیه خودش در وضعیتی خوب نیستن یکم همین حکومتش خودش اهالیش یاردم میکنه ما را کی یاردم میکنه امام علی دوجه ما نالوگ میگیره روسیه دمو نالوگ میگیره بله چند برابر قیمت زگرم پاسپورت قیمت ما کجا بریم ما انسانیم کجا بریم اکا حالا ببینید چی ما دولت برادر ببینید میگن که چندین شکایت ها هست که عین حال همین ماه آخر مناسبت پلیس با مهاجران و عموما شرایط مهاجران نهایت وزنین شده است شما که در مهاجرت هم میگید آیا این رو احساس میکنید اکا سبب اساسی در روسیه از همین کم بیکاری بسیار شد برای که کرانتین بود یا که چی بود نبود همین ماتریال در اروسا مسئله ساختمان 3-4 برابر خست وقتی که مسئله ساختمان خست بسیاری همین اروسا دیگه همون کاراشانه موندن با تأخیر گذاشتن اکثریت اروسا برای همون بسیاری مردم بیکار موند بازی این همین بود نو تماشا کردم 1% میگرفتن برای تاجیکستان پول روی کنی چکنیم با داموچکای امام علی بجای 155 بتین 150 145 بتین چکا کنیم اکا کجا بریم من نمیدونم من حکومت ندارم من دولت ندارم من پرزیدنت ندارم فقط امو شکم چرا اگر انسان میشین مثل ولادیمیر پوتین میدونست که در دولتش تمام مشکلی ها هستن که برومد با مردمش صحبت کرد در دل مردمش گرچنده که اگر آخری سال شاید نمیکنه تشکر به شما انشالله باز صحبت بکنید نصیب باشد حالا عبدالعزیز رو بشنویم عبدالعزیز هستید شما واتساپ سلام علیکم رحمت الله و برکاته واتساپ که شاکر شنیده سر بله شنیده شدم عبدالعزیز ها بله اینه برادران میگن که انا
مدیر میگه جمهوری فهمیدن در که بیان مصلحت کنن یک ایزا دمان داشتیم در همه جا دستگیر میکردم و گاب میزد پلو میگرفت میداد همه کار بود میکردن یک پسال داریم در اینجا خونخوره خونی خلق هم میخوره حق مردم هم میخوره و نه قیمت پاسپورت رو راست میکنه ولی با دولت ما میخیزن میاد دستگیر مینه ما را در این قصر سال دستگیر مو نکرد حالی دستگیر مو مینه بله هیچ محل فکری امام علی را نکن که امام علی میاد دست یارا میگیره میکشم امام علی تر کشتایس است هر روز خدا در ترما برده رسد تایس است یک دهان گپ میزنه ای مسلمانی برای در ترما 5 سال 10 سال یا 17 سال 15 سال میتیاد حال با میگه که ترا در پیش پوتین کلاش خام کنه و ترا آزاد کنه پیش پوتین ما از پوتین برده ساسی در تاجیکستان به پل در گرانیسا شنونده است که پشتیبانی میکنه منه بله خودش ترسیده چیزی خودش ترسیده است یا پسال دارم کو پشت ببره کو گاب زنه باید پسال به حق ما دفاع کنه حق ما به گاب زنه کار کم بودیم ما باید پسال بود کنه بس پسال بود نمیکنه شپیدگی ته پسال میگه که در کاش خون تبا میمکم اینجا چکار کن در کار میخزه میره در تاجیکستان مصلحت میکنه میخزه کنکره نه میبره پیش سکای جمهوری تاجیکستان تا میبره گپ تا میزنی میکنی خلق ده یاردم که نمیکنی خالی که جانای تگه بره و کلا کار کنه و دولت پیش بره و خلق نگاه کنه تا که در اینجا چون که میگنن تا که چار میگنن شتت میزنن اوسه کار منی بیاره و با شترافتون مینن با دیپارتت مینن میزند میره بله این کار همش همون تاجیکستان خودش کیس است گفت گوش نکرد شترش بزن گفت گوش نکرد خبر کار فرمان تپکش برادر عزیز با اکثریت گفته‌های شما موافقم ولی یک زنگ از واتساپ اومده ایستاده است زنگ رو قبول کنیم باز صحبت رو دوام میتیم الو السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله شکر نازنین الحمدلله شکر پروردگار من حیرانم برای مردم توجیستان همون مهاجران فقط میگن که مصلحت مینن که مقصد ما باید زبان آموزیم یا ما باید این کنیم ما یگان چیزه وقتی که سمیه نه همه پدر به اهمیت به مدنیت باشه همون آدم کودکش فرزندش دیگه اهل اویلا محقولش نمینه ما سمیه ما گلاوری ما без порядни, без пошадни, без айче, конечно, мора айче намена. Барои ҳамон муҳоҷиро шумо постоянно дар ҳамон муҳоҷират мегаштанӣ бошен, маслиҳат кунед забони русиро ёд бигиред. Агар буфорату ки интеллигенсия дигар биомӯзем, давлат моро обод кунем бигем, бихезем биёем. بله حالا میبینم شما از تاجیکستان زنگ زده شدید برادر عزیز بخیزین بیایید گفته شدید حالا ببینید این 2 میلیون تاجیک بخیزد برود در تاجیکستان چیکار کنه بخیزن برود بیان ما یک دولت ما رو عبود کنیم ما уже монда фаҳмоем мо ра асанои сел мо уже ҳаст айку значит мо مثلا برای سیلتون یعنی برای مقصدتان شما رو راه ندهند که همون مقصدتان رو بکنید در این حالت چیکار میکنید خیلی در این باره ما باید ما کسی چند سال میشه ما уже تیاری دیده هستیم چی با ما ایره уже کمی همون وقت значит تیسته ما حرکت کنم ما در یعنی در داخل علاقه حرکت ها سال دیگه با حالا در داخل علاقه این گونه حرکت ها وجود دارد بله بله уже مردم уже دیگه طاقت صبر طاقتش نموند уже دیگه یگان خیلی صبر طاقت نیست چندین نفر مردم уже فهمیدن که چی خیلی بوده مهاجران میگن که اکا میگن همین با خونه تماس میگیریم اونجا تمام همه جناب عالی گفته گشت است میگن خیلی اکا هستن او خیلی مردم هم هست او خیلی مردم هم هست ایره هیچی گفتم نمیتونیم پره تشکر یک مردمی که با سواده مردمی که با عقله
تشکر برادر عزیز. اگر خواهید صحبت کنید انشالله در خط علاقه باقی بمانید. انشالله باز به شما سخن میدیم و اگر باز سلامت باشه و باز هم اگر ابراز نظر کردنید توسط لینک استریمیار به استودیو وارد شوید انشالله با صحبت میکنیم. حالا التماس سخن акай Шавкат мемонед я даҳан гап гапзам намебро. бародаро акай Шавкат овози ма садои ма ҳаста ака? акай Шавкат овозаи худат нестам. ҳаст ака ман ҳама як чиз мефаҳмам. ҷо бародаро гуфтестиян ин бародаро гуфтестиян ки мақсад бояд пешаи бародар я одам дига гуфт ки бояд мо документане биён як моҳак ҷои кормон тайёр бошад документмон тайёр кунанд. охе бародар мо инҷо фақат барои муҳоҷир барои ғуломием. ба худо қасам таводум 2000 айҷону сеҷдам ба ҳамин ҷавоним. ҳамин мактаба тамом кардам омадам намедонам чикор кунам. фақат гуручи як корои паста мекунам безор шудам. як пацанам ози шумо ҳама калонин валлоҳ қасам муҳоҷирам дар ҷонам разида ҳамин зиндагӣ айсин ёшин фақат муҳоҷир омадам. ба худо қасам ҳар боре ки хонамон гав мезанам 14 одам зиндагӣ мекунанд. вол як бародар гуфт ки занг мезанам хона акай Шавкат صدایتون کنده شد. ҳамаша абистин мекунам якта ба якта пони худ хонара абистин мекунам. дар ҷонам расида ҳамин зиндагӣ то кай ма биём ҷо ғуломӣ кунам. бале ус мерам милисияш мекапа ҷои ко мери кидат мекунанд ба метро фидангаламон мекунанд айстройка сирмон мекунанд кидатмон мекунанд. ой чӣ рӯзи сиёҳ да болои мо чӣ рӯзи сиёҳ чӣ кор кунам. мебурам як гапое мегӯям ки документон бояд амоат торӣ кунам. ама безор ма ҳамиш ин хок чӣ қасанг аст вале хоки ватан нест. агар тилон бутан неким дилим барои ватанам гум мезанам. бале برادر برادر عزیز برادر بنده یک نفر شما ریسوف دور چی است برادر بنده هستید بنده بفرمایید. الو گوش میکنیم شما رو. بیرون شدن نفر با نام مهاجر سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. روزی آقای شوکت. الحمدلله بفرمایید برادر عزیز. مهاجر چه گفتنی هستید؟ گپ میزنید؟ جو ریسوف دو جان چیان ریسوف دو. اکه شوکت موگیا دانس گپ زنید. سخنتید گپ زنید. سخنی آخرین گازم اکه برام بخش کردم داخل کردم. گپ زنید. ما برای این برادرها گفتنیم که مقصد میگن که ما باید برای میتینگ کنیم میخوخی у нас вообще возврат дорога нету, только вперед, братья, только вперед. У нас это получается мощь, мо хамамон. басни дига биё бирин мехи. Ҳамо ҳам оилаша абистин кунад тамом. Оилаша гуфтан гирифт қатра қатра ҷамъ шавад, дарёҳо пур об шавад. ба худо дар ҷонам расидам. Шумо ибунаҷа меге биё ҷамъ шин бирем, ҷамъ шин рафтан дар кор нест. ҳамо оилата абистин кардан ки тамом. یعنی هر باید با اویلش تماس بگیرد و برای بیداریش سهم گذاری کند. بله
با خدا کاری ما همه یک هر بوری که ما زنگ بزنم در خونم 14 آدمان هم اون کلان گودک اکانت دادم اپا خوارم هم گونگ زنگونم با ایمو واتساپ گام میزنم هر چند که مرا میگن نگو میگم پرنه که ما گام میزنم گوش میکنم تلفن دارم مدر اون میکشه وقت گوش میکنم هر چند که میگن نگو نگاوسو نه که ما گاوز نمیگیرم همون شما میکوره کنین برنامه‌های ما رو تماشا میکنن بله اکما خم هر میاست 15 ثانیه در اینترنت شما پارتوم یوتیوب تماشا میکنن اینستاگرام ویدیو کار که تماشا میکنن حالا شما حالا در خونهتون در خونه شما پرابلیتسکی هست نیست که ما در قشلاق زندگی میکنیم در قشلاقیم باز در قشلاق کسانی که حالا خبر 70 نفر رو میشنوند حاضر یک دقیقه برای یک دقیقه صبر نفرانی که ما رو میشنوید همه برنامه توسط تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی در تمام جهان نمایش داده شده است عین حال حاضر مستقیما در تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی این برنامه نمایش داده شده است به خویشاوندانتان به خویش تبارتان به پیوندانتان بگویید که آنها در تاجیکستان میتوانند بدون اینترنت تلویزیونشان باشد شد همون پرابلیتسکی تریل که میگویند همون لگندی ماهواره‌ای داشته باشند تمام و توسط سرکی ایتیل 107 بی میتوانند که به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شوند و برنامه‌های ما را پیگیری کنند در تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی تمام برنامه‌های شبکه یوتیوبی پیام تیوی برنامه‌های شبکه یوتیوبی اصلاح تیوی از دو تیوی نمایش داده می شوند و چندین بلاگرانی که هستند و چندین بلاگران هم در تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی برآمد میکنند برآمدهایشان در یوتیوب هم میرود در شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی هم میرود همچنین حالا عین حال همین برنامه ما در رادیوی پیام به طور آنلاینی پخش شده ایستاده است کسانی که شرایطی با یوتیوب تماشا کردن برنامه رو ندارید میتوانید که توسط رادیوی پیام تماشا کنید رادیوی پیام ضمیمه‌اش برای تلفن‌های اندروید و برای تلفن‌های آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت است میتوانید از پریلیژنی دریافت کنید از پلی مارکت رادیوی پیام نویسید در حال دریافت می شود و آن رو میگیرید در تلفنتون نصب میکنید و اگر از نصب کردن هراس دارید میترسید که یگان کس تلفنتون رو تفتیش میکند شما در گوگل خروم یا که در همون پویسکوی که یاندکس هست گوگل خروم است یا که اپرا است رادیو پیام نقطه نت با حروفات انگلیسی لاتینی نویسید در حال به سایت خردکک رادیو پیام وارد میشوید و در آنجا میتوانید شما برنامه‌های ما رو به طور مستقیم تماشا کنید. حالا در آخر برنامه نیست ما رکلامه یعنی آموزشی پیوستن به تلویزیون ماهواره‌ای پیام تیوی رو در آخر برنامه در اینجا نمایش میدهیم انشالله از آن میتونید استفاده کنید. برای همین برادر که اینجا گفتید من با 14 نفر اهل عائله‌ام صحبت میکنم با تلفن آنها پول میگذارونم شما میتوانید با آنها توصیه دهید آنها از این گونه فرصت و امکانیت ها استفاده کنند. حالا نفر با نام چاروس سعیدو و چند بار گفتیم سخن کنید سخن همینجا ایستادن لیکن سخن نمیکنند نفری از واتساپ زنگ زده ایستاده هستن در همینجا در علاقه از واتساپ بشنویم بعد باز به استودیو برمیگردیم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای شوکت جان خوبین فنجان سلام. الحمدلله. ما همین نشد برادرای گفتن که در تاجیکستان برای مهاجرا چکشویان که 3 ماه آموزانانی تکنن این نباید در وقتی بعد از مکتب شویم باید در روسیه در وقت مکتب آموزانند در تاجیکستان. برای چی مکتبای تاجیکستان در نمیگن که درس روسی تید بوده که در انگلیسی تید دیگه چی داشته بیستد کلان شود بعد کسی بیایی شود بعد آموزان روسی.
همین مسئله حالا از موضوع کمتر دورتر است. من همین مسئله مکتب و معارف وقتی که شده می شود دلم به حضور می شود. ببینید وزارت معارف جمهوری تاجیکستان 11 سال طول 11 سال بلکه 12 سال با صنف تیاری 12 سال وزارت معارف جمهوری تاجیکستان نیمی عمری فرزندان ما رو میگذراند. همین خیلی 11 سال محصول نیست. وقتی که خواننده 80-90% خواننده در تاجیکستان بدون یگان خیل حاصلی علمی از مکتب بیرون می شود. 80%. ما با وزارت معارف که تعلیمات حتمی است، تعلیمات همگانی است، فرزندانمان رو میدهیم. طول 12 سال نیمی عمری فرزندان ما در دست همین ها میگذرد. باز وقتی که فرزندانمان بیرون میشوند میگن وظیفه های خانگی را تیار کند، آماده کند، فردا به دست آماده شود و هاکذاها. لیکن وقتی که 12 سال عمری یک جوان، عمری یک نورس خزان میشود، هیچ در 80% اهالی، در 80% اهالی یگان خیل نتیجه نیست. حتی زبان روسی اون طرف استاد، زبان روسی رو مونید، زبان خارجی رو مونید. در تاجیکستان یک نفر نمیتواند با زبان تاجیکی خودش گپ زند. 11 سال مکتب خونده. حالا ببینید در همینجا صحبت میکنیم، چند نفر شکایت میکنن به ما مینویسن که اکا کم کم ایرانی گپ زده ایستاده ای، کم کم تاجیکیش کن. ببینید حتی همین تاجیکی روان رو نمیفهمند. بعد حرکت میکنیم به همین درجه همین مهاجران فرایی و در درجه در سطح همین مهاجران و در سطح همین مردم، در سطح همین نفرانی که حتی تاجیکی رو نمیدونن، در سطح همین ها صحبت کنی. حالا ببینید برادر عزیز، کار تا جایی رسیده است که نه فقط زبان خارجی، نه فقط زبان روسی و انگلیسی، در تاجیکستان استادان مکتب حتی زبان تاجیکی رو درس داده نمیتوانند. زبان تاجیکی رو درس داده نمیتوانند. چی رسد به زبان روسی؟ حالا برای آموزش زبان روسی تاجیکستان از روسیه آموزگار طلبیده ایستاده است. حالا پول طلبیدن ها از کشورها یک سومان، حالا معلم طلبیدن به مورد درآمد است. معلم طلبیدن از خارج هرچند از یک جانب یک چیز خوب است، سویه دانش را بلند میکنه، لیکن به مکتب میانه خیر به دانشگاه درست است، میخوایم بلند کنیم، لیکن به مکتب میانه معلم طلبیدن این شرمندگی است. الکی 70 سال اتحاد شوروی و 30 سال استقلالیت و چندین سال روسیه پادشاهی که تقریبا 150-200 سال باز ما در همین حالتیم، با روسیه داد و گرفت میکنیم، مناسبت میکنیم، رویبیا میکنیم. اما تا حال حاضر چی بلای زده است ما را که تا حال حاضر نه حکومت یک مناسبت خوبش را با این کشور به میان مانده توانسته است، نه در مکتب ها به طور درست این زبان آموزانیده می شود. 11 سال زبان روسی میخونیم، 11 سال زبان روسی میخونیم. من شخصا خودم تا آمدم به روسیه زبان روسی رو نمیدونستم، حاضر هم به زور گپ میزنم زبان روسی رو. در همون زمان زبان روسی رو آموختم که 5 سال در روسیه تحصیل کردم. از این پیش زبان روسی رو خوب نمیدونستم. بله بله. ببینید 11 سال این استادان چیکار میکردن؟ درست است در دوران ما وقتی جنگ بود، بسیار شرایط تاجیکستان وزنین بود. حالا میگویند تاجیکستان بهشت است، این است، وی است. وزارت معارف آخر حاضر همین نخود 12 سال شما عمر بچه رو خزان کنید، عمر یک نورس رو خزان کنید، اقلا زبان تاجیکی رو آموزانیده نتوانید. مایلش متماتیک، مایلش این کیمیا، جغرافیا، بیولوژی، فنهای دیگر، اقلا زبان تاجیکی رو آموزانید. زبان تاجیکی رو آموزانیده نمیتوانند. هر کس به زبان خود بلد نیست، زبان دیگر رو آموختنش آسان نیست.
مثلا گریم اگر شما در زبان خود بلد نباشید کجا میدونید که همین چیزی که گفته شده است با زبان شما چی میشود؟ این بسیار مشکل است. من شخصا حالا درباره خودم گپ زده ایستادم. گوش میکنم از واتساپ گپ زده ایستادم. بله گفتم توره اکای شوکت 100%. آزادی با که عزت تمام خدا نگهبانتون اکای شوکت. زنده باشید. تشکر زیاد. حالا نفرانی که نو وارد شدند اینجا نفرانی که نو وارد شدند بفرمایید. یک نفر چی است نامشان؟ تاجیک مسلم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا جان وقت داریم ان شاء الله صحبت کنیم؟ بفرمایید برادر عزیز. ما اینجا گناهگار ایمون حکومت مونه اکا جان. وقتی که پرزیدنت به سواد باشه، غارت کنی باشه، با این معلم ما فقط با پول، با مال، با خیلی که کار کنه یک جای سواد اکا جان. راست میگی تا اینجا میم عذاب میکشیم در تای دستی کلازاردو که بعد ما روسیه یاد بگیریم فهمون میکنن. مثلا خیلی زبان روسیه نمیدونیم. راست میگی این ما چی اینجا پرابلم چی گپ خبری هست دستی همین کلاغا است اکا جان. یا ما تو خانه یا 2 میلیون مهاجر میدونه، یا تاجیکستان میدونه. بله. اکا نشنا به سواد میشه. اون استید یا در مهاجرت؟ ما در مهاجرتیم حضرت. ببینید برادر عزیز، من به یک چیز حیرانم حاضر. همینطوری 3-4 روز اخیر بسیار نفران از مناسبت های بدی پلیس با ما پیامک فرستادن، زنگ زدن، صحبت کردن. حالا چند نفر برآمد کردند در این باره صحبت نمیکنم. با فکرم که مناسبت پلیس نه آنقدر بد است که گفته شود. بعد است راست است. در حقیقت راست است حضرت. پراویر که این بردگی محکم کردگی هم بچه را. یعنی ما خودمون یا رایون در کار میکنیم حضرت. گپ زنید. حضرت خودمون در رایون کار میکنیم. دینا بگاه برآمدم با خود یک انمی چی گازیل دا پر کردگی بچه های تاجیک بردن. من خودم با چشمام با خدا قسم حضرت دیدم که چند تاش هم بچهای خودم زنگ زدم تلفنشون نمیبردونن که دکومنت دارن بردگی محکم کردگیان. رید به حد سخت رفته است. حجت دارن. حجت دارن. پرابلمشون کدیسن این پولشون نمیکنن، غمشون میتن. در جای پراپیسکات خون نیستی، در کجا پراپیسکا کردگی. بله. راست ای حضرت. این یگان جای ویش نیست. این کار هم خیلی رفته است که مناسبت پلیس با مهاجران بد شده است. نفهمیدم حضرت. با اندیشه شما سبب بد شدن مناسبت مقامات انتظامی روسیه با مهاجران چی است؟ گناهگار رحمانوف او پاسپورت وای که ما داریم یا جای به صاحبی حضرت. اینا همه میدونه او پاسپورت و نام ما را زنده مون در کار زنده مون نداره. با مرده ما را چه جمع گیر میکنن؟ با مرده ما را یا رفیق مون یا برادر مون. این همه گناهگار در این دستی هم دولت مون در دستی اون کلاغا است که در سر وظیفه شتگی کو حضرت. بله. این گناهگار 2 میلیون مهاجر نیست. کیا؟ رحمانوف ای گناهگار. ترکیه یا شهروندش در شهر میبره یا سمالیات روی میکنه. ما هم رو ضبط کردن در توی که کلخوزورای 30 ساله مردم گمراه به سعود کردن. گپ زنید. حق گپ زنید. حق زنید. چی گفتنی هستید حق؟ حق چی میگه؟ حق میگه که یه رو ضبط کردن در توی و مردم اکو 30 ساله آزادی را گیری 50 سال دیگه عقیب کردن همه را. 50 سال دیگه یه رو دفع کردن در کوره تموم.
مردم بخیزن شما 9 میلیون شما نخواهی چیکار کردن نمیتونه اون نه یعنی حرام اولاد او برای یک منقور شده یک ویروس هنی رو این را دفع کردن در کنه این دفع کردن در کنه این یک ویروس هم بله ما هم که گب میگم یا یک ویروس هم این مردم اکای شوکت حالا تاجیک مسلم چیزی گفتنی هستند اکای شوکت این همه میدونن یا ما تو خانه میدونن همه اینترنت تماشا میکنن زنای افغان بین هم زبان خودمونن یارو در دستش میگه ما تا آخر ما یک کلاغا سای وظیفه گرفتن نمیتونیم که جو که ما بگیم که ما تاجیکستان حمایت میکنیم این تاجیکستان نه در دستی مثال گه سربازا اکا سربازا همه گشینن در گرانیسو دولت در دستی خودی باید خلق باشه حالا ببینید روسیه مهاجران باید مناسبت با مقامات انتظامی رو یاد گیرند چگونه به طور آسایشته چگونه بدون خونگرمی چگونه بدون درشتی خشونت حق خودشان را طلب کردن را بیاموزند حق خودشان را طلب کنند و حجتشان درست است در کوچه گشتن را بیاموزند و لباس هایشان را درست کنند با لباس هایی که زیب کوچه است با آن بگردند با لباس هایی که زیب کار است با آن کار بکنند با لباس هایی که زیب خانه است در خانه باشند و با لباس های کاری آمده بالای جاگه خودشان را نپرتویند با همون خسته باز به کار نروند به کوچه ها گذشته به پیش مردم گذشته و باید مویسرها و دیگه اندامشان به ترتیب در آورده شدگی باشد این رو آموزه ما حتما در تاجیکستان میتوانیم از حق خودمون طلب کنیم در خانه خودمون ترتیب باشد در خانه خودمون یعنی یک مدنیت باشد این رو ما میتوانیم وقتی که در تو چی میگن تو مسافر نشوی میگن آدم نمیشوی در مقال خلق بیایید خود را بسازیم در مهاجرت خود را بسازیم با پلیس چگونه باید مناسبت کرد با صاحب خانه باید چگونه مناسبت کرد با کارفرما باید چگونه مناسبت کرد این حالت ها در همین حالت ها یک به یگان کس حق ندهیم که ما را تحقیر کند ما را سرخم کند و از بالای ما گپ زند و از ما صدایش بالاتر باشد این رو بیاموزیم وقتی که به وطن خودمون به تاجیکستان هم میرویم ما این رو کار رو کرده میتوانیم بله حضرت بله ما این کار رو در مسافرت بیاموزیم که اینجا هم کار کرده ایستادیم هم باید از جای کار به خانه برویم از جای کار تا به خانه ما را تحقیر پلیس تهدید میکند بازداشت پلیس و استرداد شدن ها تهدید میکند و همه این باید ما آماده باشیم آماده چگونه باید آماده باشیم فقط همین کار آمد از کار برفت کار اومد بعضی برادرها ببخشید من همینجا میدونم همین یک فرزند همسایه من ازبک است با مهاجران ازبک تاجیک در کامپیوتر بازی میکند با مهاجران ازبک تاجیک در روسیه آنها از روسیه این از اینجا بازی میکنند به شبش داد میزند او این کوش ها و یک کوش ها این دور و یک گیر و یک بر داد میزند همین قدر گرفتار شده است که به همین بازی چند بار تاکیدش کردم خوب اکا جان خوب امکی میگوید با فرداش میبینید بود همین کارش کرده است با مهاجران ما میتوانند این بازی ها پول طلب میکنند اسباب طلب میکنند تلفنتون رو کورنوشویان میکند این تلفن رو شما با پول خریدید این رو کورنوشویان میکند شما میتونید که همین تلفنی که با بازی شما کورنوشویان مادر وقت برسه یا نه برسه با بازی میتونید که بجای این درس بگوید کسی که بیادو بکرده ایستاده است از استودیو خارجش کنید سلام علیکم اکا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بفرمایید اکا سخنای خود باور که سخنای خوب ای مثال میگیم هموزی گپ زده که مهاجر باید لباس خانگی را لباس چی فرق کنه لباس کاری را لباس کوچه بروی فرق کنه این بسیار گپای خوب ای
بعد دیم ای که نسبت مثال میگیریم حجت ما خودم برادر 15 سال دامی روسیه ام سال اولی که من 1 سال و 8 ماه ما خودم قانون یمی روسیه را خواندم اکا رجیستراسیا کم 12 کم نی که وقتی که مقصد مرا یگون وای میشید یگون ملیسه میخپید چی میکرد ما همون جوش دقیقش گپ میزنم گپش مو گپ خوبه یکا باید ما مهاجر آمدیم اینجا باید پیشکی ما باید بدانیم اینجا چی گپه چی. بله ببینید میگن که تو خودت رو تو احترام نکنی کسی تو رو احترام نمیکنه. بله بله اکا خودت احترام قائل نباشی کسی به تو احترام قائل نمیشود. بله ما اکا سالی که آمم سال 2005 خانه پروفسور در کار میکنم روسیه اساس نمیدونستم اما پروفسور ما را گفت که بخون شما مهاجرین شما در همین چیزا در کارند ما خودم مجبور کم خواندم اینا 15 سال میشود که من ولی یاد ندارم که مرا یک شب عدل ملیسان بودگی من کگی باشم بعد ما اینجا اکا باری کی بدازیم به سوادی خودمون باری کی بدازیم باری حکومت ما بدازیم باری کی بدازیم من به سوادی خودمون اکا میگه که باید دست من بزنم خودم میزنم با او دست من بزنم خودم میزنم همین چی ما یک به خدا یگون چی ما نیست یگون مثال بگیریم ای حکومت سعودی ما تازگی ما حرمت احترامی ما شما گپ خوب زدین اکا باید ما لباس کاری را ای لباس خانگی ای لباس کوچگی باید ما فرق کنیم همین فرقیت که ما نداشته باشیم ما باری کی بدازیم ایمون اکا باور کنید اگر در کوچه شما خودتون رو احترام کرده که باشید بوی عرق نکنید بوی تفت بد نکنید از جای کار یک شستشو کرده و کوچه برای تو جای کارتون در راه یک لباس درست داشتگی باشید یک صحبت درست کرده میتوانستگی باشید پلیسی که شما رو بازداشت میکند پیش از بازداشت کردنش چند بار فکر میکند که همین نفر رو بازداشت کنم یا نکنم. بله در بدن در تن لباس جنده دارید لباستان چرکین است چند جایش داغ دارد و اون نگاه کردگی نیستید بدون یگان ملاحظه پلیس در حال شما رو بازداشت میکند. بله در حال شما رو ممکنه و ما هست توشید در مهاجرتون مرا هیچ خواهش میکنم این رو ببینید وقتی که شما خانه میبوید همان لباسی که باید با کوچه بپوشید از تن بدر نمیکنید و آشخانه میروید در آشخانه برای خودتون خوراک آماده میکنید و این لباستون اون لباس بگاه میگیرد با اون لباس میخیزید و همین حالت خود رو احترام نکردن است. بله همین حالت احترام نکردن است. در همین حالت مرا ببخشید اول درست است که در 12 سال مکتب خانه اقلا به ما همین را یاد ندادند. در 12 سال مکتب خانه یا در باغچه مکتب اقلا به ما همین چیز را یاد ندادند. اقلا یک اتیک گفتنی گپ را یاد ندادند و حال حاضر پیشانی ما به سنگ خورد یعنی آمده مسافر شدیم مهاجر شدیم. در این حالت به ما نه معلم مکتب هست نه دیرکتور مکتب هست نه همه معلمه هست که راهبر صنفمون باشد و به ما یک چیز بگوید دیگه ما و همه مسافرت مهاجرت و همه کارفرمایی در کوچه پلیس پس باید ما خود را بسازیم تو خودمون احترام کردن رو یاد نگیریم هیچ کس ما رو احترام نمی کند. سال 2009 بود همین حرف رو میگم بعد باز 90 رو به شما میدم برادران عزیز. یک دوست داشتم حالا هم یکی از دوستان وفادارم هست گاه زنگ زده می ایستاد از حالم پرسیده می ایستاد سال همین سالهای 2009 بود یا 2010 بود گفت که من 3 سال پیش قسم خوردم که قسم یاد کردم که برزم این که بجز ساختمان بجز همین پاسوبنیکی دیگر کار کرده نمیتوانم قسم یاد کردم که
دیگر سوی ساختمان نمیروم، چون که وقتی که به ساختمان رفتم در اون جای ساختمان من نمیتوانم لباسهایم در همه جا یافت نمیشود که لباسهایم رو به طور آزادگی تا بگه لباسهای کوچه پوشم رو نگاه بدارم. این بدون جای یافت نمیشود و حتما جای یافت شود هم همکارانم این رو رعایت نمیکنن، لباسهای چرکیشان رو در شفت لباسهای خوبی من برده میمانند. برای همین از احتیاطکاری من در این کارهای پستی که انسان رو به پستی میبرد یگان من خودم رو ساخته نمیتوانم. همین برادر از ساختمان برآمد به دانشگاه وارد شد، هرچند دانشگاه رو تا آخر تمام نکرد، به یکی از تاجران موفق تبدیل شد، شرکت فروش بلیط هواپیما شد و آهسته آهسته برای مهاجران یک شرکت کشید که مهاجران را دستگیری میکرد، از حقوق آنها دفاع میکرد و تا به حال کوشش میکند و همون ساختمان بر نگردد و تا به حال کوشش میکند که به خودش پیش از همه احترام قائل باشد و در همین حال من باخبر هستم که دیگران نیز به او احترام قائل هستند، بسیار نفران به او احترام قائل هستند و یک شخصی صاحب و در نتیجه یک شخصی صاحب احترام شده است و برای این شخص صاحب احترام شدنش خودش بیشتر کوشش کرده است، خودش بیشتر غیرت کرده است، خودش بیشتر حرکت کرده است. اگر ما به حاضر از اول برنامه برادران عزیز تا به حال حاضر چندین نفر گپ زدیم همین حکومت گناهگار است، همین حکومت گناهگار است، گناهگار بودن حکومت، کارناشایان بودن همین حکومت، از عهده نابرا بودن حکومت این معما نیست، با یگان کس پوشیده نیست این چیز، این درست است. لیکن چند سال دیگر ما همین حکومت گناهگار گفته میگردیم و خود را نمیسازیم و این حکومت را دفن نمیکنیم. ما یک از روی قاعده از روی فرهنگ زندگی کردن را پیشه نمیکنیم. توکای درست است، درست است، با یگان کس پوشیده نیست. امروز مبارزه ما هم همین است که امروز این برنامه های ما هم همین است که این حکومت نهایت درک کند که کارناشایم است، مردم گفته ایستاده است و این صدای مردم را باید بشنود، به کارناشایمی خود تن بدهد، این گونه مردم را غارت کردن ها را بس کند و به مردم حق بدهد که خودش زندگی شایسته را خودش انتخاب کند، نه اینها بالای مردم خودشان را تحمیل کنند. انا برای همین هم تماشابینان عزیز اینجا در ما هم بعضی کمبودی ها وجود دارد که باید اینها برطرف شوند تا اینکه دیگران به ما احترام قائل باشند. سرلوحه به ما دیگران احترام قائل شدنشان این همه پیش ما خودمان به خودمان احترام قائل شدن رو دیگر سر کنیم. حالا یک زنگ آواز سب اومده ایستاده است، میشنویم، باز برنامه رو ادامه میدیم. گپ زنیم مایاش. الو گپ زنیم، صداتون پس میبیه. شوکت جان بسیار پروگرامتون خوب است. در باره همین پولیس است، وقتی که در روسیه مردم حقوق خودش نمیدوند، همه وقت پلیسیا پایمال میکند حقوق شما را، خصوصا توجیکای ما. این چیزا را باید در همون توجیکستان مردمی که اینجا میبید باید حقوق خودش را آموزد. یک دویم است، باید هر یک شهروند میش از همه حجتش را باید تخت کند. اگر حجتتون تخت نباشد توجیکای ما بسیارت افته پوید است، به حجت به یگان چی میگردن. برای همون ما یک کمیته پاسارسیت پراب امیگرانتان را یک روبر چما وقتی که مثال میرد یک تا محافظت کنی پتن ندارد، این ندارد، وای ندارد. برای همون وقت ما میگیم که اگر در کمیته تخت باشن ما میتونیم رویم حقوقات را محافظت کنیم. وقتی که حقوقات تخت نیستن هیچ کار کردن نمیشود. برای همون برادرو هموطنای عزیز باید حرکت کنید که حجتاتون رو تخت کنید.
درباره تربیه وقتی که در تاجیکستان پدر و مادر تربیه درست ندارد حکومت داره تاجیکستان به تربیه آیا بغیر از دغلی حقارت از برای دیگه یکون چیزی نمیست. مثلا من یک آدمی سن سالم رفتگی سال کلان در پیش کودکی که نو گبزنی را یاد میگیرد حقارت بالای حقارت کنم و کودک چی یاد میگیرد بغیر از حقارت کنی را یاد میگیرد. برای همون اول باید ما مردم سن سال کلان حرکت کنیم که در پیش کودک در پیش زند یکون وقت حقارت نکنیم. وقت من یک چیز بودم ترینر بودم در زل وقتی که بچه ها حقارت میکردن من باید در زل راه ندادم میگفتم رفت در کوچه حقارت کن. همه کثافت تاجیکستان در همین که کوچه های ما ویرانه وقتی که در کوچه میبرید بغیر از حقارت دغلی این چیزا بعدی همین حکومت قانونی پیدا شدن. به سوادا همه حقارت در یاد دادن نه خرید حقارت نمیشنیده حاضر فقط حقارت کلان خود زند همه کس فقط دغلی حقارت در پیش مثلا کودک حقارت کنید و چی یاد میگیرد حقارت کنید یاد میگیرد. همون اول آدمای کلان باید خودتون با تربیه خودتون نظر اندازه نگاه کنید. بسیار وقت مثلا در همون آخر در همون تلویزیون دولتی بینید میبرون لحجه قطعی گم میزنن همه تاجیکستان لحجه دارد. وقتی که در یکان جا در تلویزیون مثلا در این پروگرام شما برآمد بکنید برادرها حرکت کنید که زبان ادبی دولتی تاجیک خطی که زبان درست یاد گیرید همون خیر آهسته آهسته زبان ادبی خوشروی تاجیکی گم میشود. همه تاجیکستان لحظه دارد خاص لحظه دارد ماسیا لحظه دارد کنی بودم لحظه دارد کولو اگر بویم همه با لحظه گفت زنیم با زبان ادبی دولتی تاجیکی گم میشود. درست بگید. بسیار من با گفته های شما موافق هستم. خیلی جانی گپ رو گفتید. حالا یک نفر با نام حق بسیار بی‌صبری کرده ایستادند که ببینیم یگان جانی گپ رو گفتید. رحمت شبقت جان من جانی گپ میگم حق میگم یعنی کنی حق رو گپ زنید. مردم در قینده آوردگی و مردم بیچاره چه فرزندشانی بکنه کویا بار بگه مادامی ما دا بگه کو چه مردم فرزندش نگاه میکنه چه تربیه میکنه او تربیه دادن دا اسپید نکرده سه بیچارو باید کمی شب روز کار کرده که فرزند یک دهان نام بخورونم این حرامو این مادر یورا برای شیطان نه یورا برای این مردم کو با می بلد با گدای آوردن حرامو یا بیسوادو یا حرام مران حرامو بلد این مردم چه تربیه میکنه بچه هایده مردم تربیه دادن دا اسپید نکرده سای چه تربیه میکنه بیچاره ایسر تو بگره تو نمیشه کار میکنه و بیچاره یا دهان نام بخورونم گفته او چه تربیه دادن میتونه پیش کار بود زندگی خوش رو بود برکت بود او چه تربیه میکنه او مردم تشکر برادر چی میگه برادر شما رو درک میکنم برادر بگو که همه حرام از اون کنه قطعی اما یک دقیقه صبر برادر حق حالا ریسو دو رو هم شنویم این نفر هم بسیار بی‌صبری کرده ایستادند کو ببینیم چی میگویند. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. آقای شکر خوبتین است؟ شکر پروردگار. ما یک گفتن داشتم برای برادرای کسی که در مهاجرت در مسکو نگاه کنه که همین وقتی که میبینن لبوی توجیک молодой هم مثال 20 ساله یا که 22 ساله یا که 18 ساله وقتی همین مسکو میبینه میرسه یکم کاری که همین کنه که همین یک کاری کنه که خطاب یا RVP یا که وید نجیل سر یا که گرانجاس هم یکم همین کار کنه برای چی برای اون که وای عمری وای دیگه حیاتی وای بگیم جای کاری وای همین مسکو
و یک در توجیستان نخوند علم عالی نگرفت که امام علی دیگه برای جای کار نمیده به همه نشد تمام الله اکبر دیگه برای همین یکم وظیفش همه کی گرازانس کنه برای چی برای اینکه این پتنتیو با این پتنت یکمش که سمام کار کردن بشه هر ما رجیستر پابلیک که پلی پتنت بوس پور پلی کواتر بوس پور بگم همون سه کار میکنی همون ابراد میبره میرا برای همین یکم کار چیه که گرازانس کردن پاترینیکو با خود بسیار همین لوبوت اگر سخن کنیم بسیار سم شبیه که کار تبود میکنن اگر داماسکو در اوبلاستو اینا بچه یوش همه تا سخن میکنن که برید با خود اوبلاستو برید بکنه دکمه کنید که پشیمون بشید ببینید برادر عزیز یک نفر از تاجیکستان حاضر بلیت هواپیما برادر آیت الله حتما به شما سخن میتیم ان شاء الله یک نفر از تاجیکستان میبیاید پیش از آمدنش حالا بلیت چند پول است میدونید 70,000 60,000 روسی 70,000 60,000 روسی است نه که 70,000 نیست اکر روی خدا گپ زد او روز بلیت خریدن 6300 سوم داد 6300 چند پول میشه 63000 میشه 50,000ش 10,000ش 1500 سوم میشه 1500 چند سوم میشه خیلی حساب کنید 30,000 چلی چند هزار کراچی ده 44 بگذار گفتم ماکسیموم 50,000 50,000 شد برادر عزیز 50,000 حالا از تاجیکستان همین 50,000 رو از کجا یافتین آدم بلیط خرید اکثریت بانک خرید گرفت با پرسنت اکثریت بینابت بگیریم اگر یا با پرسنت پول گرفته است یا یکون مولش رو گوش رو گسوداش رو خونه رو ماشینش رو فروخته است این برای اینکه همین 50,000 در اکثریت نیست حالا اگر یک پدر بیاین 100,000 روبلشون نیست اگر یک پدر بیاین 100,000 روبلشون نیست مبادا 3 نفر بیاین 150,000 روبلشون نیست 150,000 برای 3 نفر یک عائله نگاه کنید 150,000 یعنی تقریبا 2,000 دلار می شود بله 2,000 دلار زیادتر 150,000 می بیاین باید این 3 نفر اول چیکار کنن کوارتیر دریافت کنن بله برای کوارتیر قاعده همین خیلی است که 2 ماه اول رو پیش پرداخت میکنی همین خیلی بله در اکثریت جا همین خیلی است 2 ماه اول تقریبا اگر 10,000 جا یافتن در مسکو این 30-40,000 هم نمیابی در دیگر جاها میشود 10,000 12,000 در شهرهای اوبلاستو دیگه اوبلاست بله یافته میشود 10,000 یافتنشون در کار کوارتیر برای 3 کس یافتن اینها برای پتنت کمش 2 ماه اول باید 2 ماه پتنت پرداخت کنید بله 10,000 یعنی 11,000 3 کس 33,000 اول برای اکایش برای پتنت افور میکردن اول سوم در کار 20-25,000 بله 20-25,000 سوم در کار همین یک 3 نفر پدر و پسرها یا که برادرها 3 نفر از یک عائله بیاین کمش 200,000 روبل روسی لازم است بله کمش 200,000 روسی وقتی که این نفر این 200,000 روبل روسی رو از کجا دریافت کرده برمیگرده بعد با فایده کار میکنه یک دقیقه کجون بفرمایید آقای الله امی تمام مهاجران میدونم ما خدم امی کار کردیم وقتی که ما روسیه میایم ما 3 ماه رجیستراسیون میکنیم ما 3 ماه وقت داریم که 3 ماه بعد پول جمع کنیم پولی پتنت بسپاریم 3 ماه برادر 1 ماه وقت داری 1 ماه برای پتنت سپریدن 3 ماه نه 90 روز رجیستراسیون میکنی تا رجیستراسیون بود چیدن برادر چی میکنی پتنت میسپاری 15 روز مهلت دارین که خودتون رو به قید مونید 15 روز مهلت دارید یک ماه دارید که به پتنت بسپاری داکیمنتو دا بله 3 ماه نیست اکا جون 3 ماه نیست 1 ماه مهلت برای پتنت سپریدن اگر با چسن ویزیت باشد یا که گاستیوی باشد میتونید که 3 ماه بیستید برگردید بروید درست گفتم بله برای همین برای یک عائله اگر رسیه بیاید یک پدر مثلا فرض کردیم 2 پسر تقریبا 200,000 روبل روسی در کار است همین 200,000 روبل روسی اگر بس تقسیم کنیم اگر تقریبا نزدیک به 70,000 روبل
مبلغ لازم میشود برای یک نفر. حالا ببینید اکثریت صاحب خانه‌ای که اجاره داده است اجاره پولی رو جدا میگیرد. اگر شما رو پراپیسکه کند یعنی رجیستراسیون کند با رجیستراسیون از جدا پول میگیرد. همین خیلی نیست؟ بله انا که شود همین برای رجیستراسیون میگید برای رجیستراسیون همین میشه که همین پد مسکوی همین مسکو یا بگیم یا 50 60 لمن درود یک زمین خری زمین مثال قیمت نیست. همین از زمین خری مثال کوشش کنین زمین خری بگید همونجا خونه‌شو کنین رجیستراسیون برایش پرابلم نیست. دویمش که وای خونه برای تو بودوشیم برای گراژانس گرفتن بالشوی پلوس بخدا قسم همه بچه‌ها همین مهاجره که میان همین کارا بکنید که پشیمون میشه بخدا. توجیکستان دیگه آینده نه دوره تمام. تو اگر امام علی نمره توجیکستان آینده نه دوره. توجیکستان رو فراموش کنید. استغفرالله. برادر نه اگه توجیکستان گفته گشتیم توجیکستان توجیکستان پیلا و نقرهش با تمام وجود همه کشوری که زندگی کرده ایستادم با بیارن در همین دو کفی دستان جا کنن با یک خاک توجیکستان نمیگیرم. بله ما دیگه به شما 100 بها روزی نه که تو روزی که همین دیکتاتور امام علی هست با خدا قسم ما رو نفس گرفتن نمیمونن نکجون. برای همین عمر بودنش در امی اکم مثال بگیرید شما دیکتاتور میگید نه دیکتاتور بیاین دولت‌هایی را حساب میکنیم که دولت‌هایی را بچشمون دیدگی ما شما همه بله اما سرورای دولت چون دیکتاتور براوردن حاضی امو دولت‌ها چی حالتن ما طرف جناب نمیگیرم ما پروسه با یک بچه هستم مهاجرتم ما فقط با صلح و صلاح با یک دیگر فهمی مثال میگیریم ایران من برو میخوام گپ زنم بعد چیرا لیبیا برادر مال گوش کن مرا ما موضوع کن تا برو اومدیم موضوع یکم ایران ذکر کردید به فکرم بله عراق شما گفتنید که همین چیکاره که همین امام علی کنه خب کده بستیم چیکاره امام علی میکنه همیشه هم شکر نکنید نه اکا جون شما میگین که قانون نیست ایتاری نیست ما همون یعنی اکا اینمی اکای شوکت محمد همین گفت که وقتی که در آسیا مین لباس کوریتون ای لباس بیرون روی ای لباس چیزی دیگر است نه همه اکا سواد نمیره سواد وقتی سواد داشته باشی کن اینها برادر عزیز عراق و سوریه و لبنان و این کشورها یک کمتر درست فرمودید اما ما از تجربه آنها استفاده نمیکنیم. بله آنها استفاده میکردیم مثل قدافی کایها خاک امام علی رحمان با آسمان میپیچید. استفاده میکردیم چندین سال پیش حتی حالا صبر کنید اگر از تجربه عراق و سوریه و این لیبی و اینها استفاده میکردیم خاک امام علی رحمان با آسمان میپیچید لیکن ما از تجربه آنها استفاده نمیکنیم. تجربه ما با طور تاکتیکی ارمنیا چی حالت داره ارمنیا با طور آسایش بدون خشونت راههایش را پیدا کرده ایستاده ایم و راههایش پیدا شده ایستاده است و دیده ایستاده ایم که کارمون حاصل داده ایستاده است نتیجه داده ایستاده است و این حکومت را سراسیمه کرده ایستاده است و هر روزه کارمون رو نتیجهش رو دیده ایستاده ایم که چقدر ما پیش رفته ایستاده ایم و باوریمون رو هم زیادتر کرده ایستاده است که میشد است که به طور آسایشته بدون خشونت بدون آن که تقدیر قدافی به سر امام علی رحمان بیاید می شود که یک حکومت قانونی را به سر حکومت آورد. یک نفرانی که قانون را رعایت میکنند از روی قانون کار میکنند ظلم نمیکنند مالکیت کشور را از خود نمیکنند مالکیت کشور را میدزدند می شود این گونه سیستم ساخت. برای همین هم برادر عزیز ما آماده تجربه عراق و سوریه اینها را استفاده کردیم. اکای محمد شوکت خطا کرده هستم. یک دقیقه بفرمایید. ما
ما خدمانزاده کولابیم. کولاب ایش داشت سالی 2005 ما رسیم آمدیم تا 2007 ما کولاب شهری کولاب پول روی کده نمیشید، یگان بانک کار نمیکرد، فقط پایتخت روی میکردیم، زارا میکردیم همسایه را که امی پولا برین برسونین. ما سال 2005 در مهاجر هستم، شهروند یک جایم، امیجا زندگی دارم. حقیقت ایده این گپا دروغ نیست. لوبو یعنی مثال میگیریم خلقی امی ما خدیم خلقی کولابا، امی خلق کولابا بسیار میدانم که فقط پایتخت ما روی میکردیم. سالی 2007 که یک خیل دولت هر روز کاسموس پرواز میکرد. ما ملت تاجیک هر یک قدم زدگی ما در اکاکو بایاتون است. هر یک قدم زدگی ما در بایوی که اسلامیش بود، بایوی که نو دستش بود، هر یک قدم هر یک رایون دا بود. هر یک رایون دا همه نو دست غارتگر بودن. جمعی نمو بکی میرسید، جمعی نمو برمی خلق بیچاره میرسید. بای برادر همون دوست غارتگرا میگی بودن. خوز همون دوست غارتگرا همون رحمان و فما فش نیست رزوی. همین فرونت خلقی نیست؟ هست؟ اینش نابود، اینش از بین برده تو، اینش باقی مونده است. اکا میرفتی دوشنبه میرفتی تاکسی را برادر عزیز یک دقیقه صبر آیت الله خواهش میکنم. همون سفرانی که با هم جنگیدن، کشتن، ریختن، خونریزی کردن و هاکذا کردن، اینش رو عبورت کرد، اینش از بین برد، یعنی اینش حالا سری حکومت اومده است، حالا قصدگیریش دوام یافته ایستاده است. ما باید از این گونه سیاست کنار برویم. حالا یک دقیقه بیاید این از موضوع نمیبریم، آهسته آهسته دارید موضوع رو به طرف دیگر میکشید. نگاه کنید برادر عزیز، با یک چیز اشاره کرده شما، سالهای 2007 مردم با پاسپورت میکرد، با میانرافها پول گسیل میکرد، یعنی میانرافها فایز معین پول رو میگرفتن گسیل میکردن تا سالهای 2007 2008. تا همون وقت یعنی حتی مثلا گریم 1000 روبل پول برن 100 روبلش رو میگرفتن. بله پول برها درست است. انکون شما نگاه کنید، سیستم بانکی پیاده شد، کمتر مردم دمی آزاد کشید، یعنی نفس آزاد کشید، درست. حالا همین سیستم رو آنها گفته ایستادن که همین دفایزه به مردم قناعت میکرد، پول میداد، همین ما با میتیت باید تیت گفته ایستادند. آهسته آهسته همین به برده رسانده ایستادن. شما راضی هستید؟ یک همسایه را زارا کردن، یک مثال میگیریم او با صد ناز میکنه، ای ما وای دارم، ما ایتایی دارم، ما راضیم، ما ولیش همین دفایزه. از شما معذرت میخوام، شما خوی غلامی دارید، یعنی میخواید که گوشتون تیز باشد، فقط یعنی با یک قسم پولتون یک گروه شریک باشد. این خوی غلامی است برادر عزیز. حالا صبر کنید، اینجا چند نفر پیوست به ما گپ رو بسیار نکنیم. از ایمو هم زنگ زده. سلام علیکم و رحمت الله. اکم گپ زنم یک دقیقه. امام علی ما گپ زنم، امام علی گپ زنم. گپ زنید. ما در گپم برادرم گپی که گفت که دیکتاتور میگن اوزی حالتی همون دولت‌های دیکتاتوری را ببینین چی شده سای گوش که همین دولت‌های دیکتاتوری مثلا قدافی 30 سال خودش حکمرانی کرد، سرش همون حکمرانی کردگیش خوردک. برای چی خوردک؟ برای چی هم خیش؟ برای که 30 سال مردم با سواد کرد، فهمیدی معرفی خوب نداشت. رنگ نمی امام پگم او بخیزم رحمون فهم تاریش کنیم آبی رحمون چه جایمون است. رحمون مرام تاریک کرد، به سواد به نومون کرد. باز یعنی موجیر شما را رحمانوف که اگه فهمیدی این بونا نمیشه که آبی مخاب کنیم که دولت‌های دیکتاتوری خیشید، برای هم سببش هم معرف بودم تاریشید. فهمای اینجا این خیلی بونا نمیشه و رحمانوف نمیفروش هم تاریشیدن. استعفا بده بره، اما با خوبی گفتش نمیشه که استعفا بده بره که حال بعد تو درجه را نرسه. فهمای جناب رو اینجا ما را پریمیر نیارن دیگه. ما ترقی کردن میخوایم، ما را دولت‌های ترقی کرده را مثال بیاریم پریمیر بیاریم. این دیگه زنگ واتساپ بالا گوش کنیم چی میگوید. الو سلام و علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم کوتاه مختصر یخچم بفرمایید. الو مختصر میفرمایم یک برادر که از کلوب صداتون خوب نمیاد برادر، صداتون رو خوب کنید بعد وارد شوید، بعد زنگ زنید. صداتون خوب نیست.
یک نفر به نام ابوبکر حالا از استودیو گپ زدن میخوان. ابوبکر بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام. درباره همین مهاجرت اکا جان میخوایم کمتر صحبت کنیم. بفرمایید فقط کوتاه و مختصر. خب برای مهاجرای همین این ظلم است. از تاجیکستان بلیط میگیرن از 5 تا 9 10 هزار تومان به روسیه میبرن. یک ظلم دیگه در روسیه برای داکومنت از 18 تا 26 هزار روبل برای پاتنت، برای رجیستراسیون ای 2 تا 5 هزار. همین برای این ظلم است برای مردم تاجیک، برای مهاجر. ای وعده هایی که میکنن سروران دولت برای خوب شدن مهاجرت، این همه چیزا دروغ است. در این چیزا باید باور نکنیم. و باز گفتنی هم که برای برادری که گفت که در همین جا زمین گیری و در همین جا زندگی کنه، تاجیکستان جای زندگی نیست، او برادر خطا میکند. تاجیکستان وطن ما است، ما باید برگردیم به تاجیکستان، در آن کشور خودمون کار و فعالیت خود را دوام دهیم. در روسیه این جای مهاجرت و جای کار نیست. تشکر به شما برادر عزیز. رحمان امام علی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. و علیکم السلام. کم در مورد این مهاجرت سخن گفتنی هستم اگر وقتیه. بفرمایید برادر عزیز. این مهاجرت یک روند اجتماعی دموگرافی است که اینا کسی منع نمیتونه. مقصد سر چیست؟ مقصد وضع حقوقی مهاجران بهتر کردن که آنها از حقوقهای خود برخوردار باشند. برادر عزیز همین دموگرافی چی گفتن این گپ است؟ دموگرافی یعنی علم درباره خودش هم میدونه چی میگه علم درباره اهالی. دموگرافی به مهاجرت چه ربط داره؟ دموس خلق، گرافیا تصویر، یعنی این درباره این یک روند دموگرافی است برادر. یعنی اول پیشکی بگم برادر رحمانوف استعفا من طرفدار اون نیستم. حالا صبر کنید. من رحمانوف امام علی ببینید. دموگرافی این درباره انسانیت است، یعنی افزایش، تشکل، کمشوی اینجور. این یک روند دموگرافی است، ولی وضعیت حقوقی آنها باید بین‌وبد گرفته شود و وضعیت حقوقی آنها در 20 ساله 30 ساله اخیر برادر با این رژیمی که بود ما همه مهاجرا آوردن کنیم، یا باید آشکار بگوییم وضعیت اقتصادی تاجیکستان خیلی خراب است. شما اول سخنتون یک چیز اشاره کردید، گفتید که این همه مهاجرت یک روند دموگرافی است و این در همه کشورها وجود دارد. نه من نگفتم در همه کشورها برادر. در همه کشورها به مثل تاجیکستان نیست، از تختی به مثل تاجیکستان نیست. نه مثلا ما مهاجرای فرانسه که در امریکا کار میکنن، ما فرق بین زمین و آسمان است. نه مهاجرای تاجیکستان مثلا به مثل غلام هستند، زیاده از 90%. این درست است. مقصد از سخنهای ما برادر شما ما درست فهمید. ما این روند در 20 ساله 30 ساله من کردن نمیتونه. اگر آنه که حکومتی نو بیاد انشالله، ولی ما وضعیت حقوقی آنها را خوب کردن میتونیم. حالا صبر کنید. عبدالمولان آماده شوید بعد شما رو میشنویم. یلینا ویکتورونا هستید اینجا؟ الو یلینا ویکتورونا هستید؟ هستم. بفرمایید. نیستم. خب عبدالمولان گپ زنید.
Ассалому алейкум бародар Шавкат. Ва алейкум ассалом. Салом арз мекунам ба шумо, ба иштирокчиёни барномаатон ва ба ҳамаи тамошобинони барномаи шумо. Ташаккур. Ман гуфтани доштам дар бораи як ҳамин чӣ ки инҷа дар бораи ҳуқуқи муҳоҷирону ҳамин чиҳо бисёр ҳам баҳсҳои зиёде рафта истааст. Ман як чиро бар ҳамин одамо гуфтаниём ки дар Россия ӯ документ доштану документ надоштани одам, чӣ хел форма пӯшидану чӣ хел гаштани одам ягон чие надорад. Агар ягон бартарие ба ҳамон тоҷик тоҷикистонӣ намеёрад ки ӯро фарз кардем пулис боздошт накунад. Барои он ки ҳамин тоҷик, узбек, ин халқҳои ҳамин Осиёи Миёна барои ин пулиси Россия вақте ки ҳамин тоҷику узбеку ҳаминҳое мебинанд ва ё як миқдори муайян пула уже дар ҷебаки худ ҳис мекунанд ки ҳамин қадар пул уже ҷебаки манда фаромадӣ истаифта. Бо Оятулло Қаимов иҷозат аст як сухан кунем, чӣ баъд дурӯғ мега нархи билетани правильно мега. Пулоб сабт кунед, инҷа мардум гап зада истодааст. Бифармоед Абдумавлон. Хош мекунам. Баъд ба ҳамин бародар ай фурсат истифода карда, агар бо иҷозаи шумо албатта бародар Шавкат, бо ҳамин Оятулло Қаюмов камакак мехостам баҳс кунам, як ду се савол гузорам. Бисёр ҳам аз шумо хоҳиш мекунам. Бародар Оятулло, шумо лутфан бигӯед ки чӣ хел маълумот доред, маълумотатон дар кадом сатҳ аст? Ман ягон маълумоти олӣ надорам ака. Мактаби ҳонар таснифи 11-ро хондам. Чанд хам Тоҷикистон дар ягон ҷо дохил нашидам. Хестам Россия омон, баъд анамиҷа хонаак вай дар кор кардам, як профессор дар кор кардам. Анамон баъд амиҷа мара ами мисол мегем ира бихон, ура бихон. Як зиёдаи 10-15 китоб хондагам. Бисёр хуб. Акнун марҳамат бигӯед ки соли 2016 дар Тоҷикистон қонун дар бораи пешвои миллат қабул гашт. Шумо ҳамин қонунро эътироф доред? Чӣ қонуне? Ман 15 сол шуд амиҷаем ака. Ман шармандаи амиҷаем, амиҷа зиндагии чӣ қонуне? Интернет тамошо намекунед шумо? Ман чӣ ман интернет тамошо кардам, дар як китоби хонам дар ӯ хубай ака. Бродери азиз, соли 2016 моҳи ноябр, агар хато мекунам 4 ноябр буд, қонун дар бораи пешво қабул карда шуд дар Тоҷикистон ки Раҳмонов худашро пешвои миллат эълон карду. Дар он қонун дар моддаи 5-аш гуфт ки аз соли 92 то охири умри Раҳмонов ва аҳли оилааш ба дилхоҳ амалҳое ки мекунанд ба ягон ҷиноят кашида намешаванд. ҳамин хел қонун қабул шудааст. ҳамон қонуна даромада аз интернет ёфта хонед. пешвои қонун дар бораи пешвои миллат гӯяд агар меброяд, ҳамин қонуна шумо назаратон чӣ хел аст? оё ҳамин қабул кардани ҳамин қонун агар худ ҷиноят нест? мисол мегирем ака ихела вақте ки як қонуна меброрана менависанд ку давуча ма ва ягон таи дигавори бесавод нестанд ки ин чизора банависанд. Албатта хуб одамо фикр кардагиянд ки ин чизора навиштагиянд. Дар Тоҷикистони мо 10 миллион населения, 10 миллион одами бесаводро кавадид карда наметавонанд. ҳоло сабр. Абдумавлон ва Оятулло сабр. Кулоб. Амиҷа мара ами мисол мегем ира бихон як бисёр хуб. Акнун марҳамат бигӯед ки садои ютубро 2016 дар Тоҷикистон қонун дар бораи пешвои миллат. Елена Викторовна, гап мезанед?
Илья Викторовна, вы понимаете нас? Вам слышно? Елена Викторовна, вам слышно? Пожалуйста, подключите микрофон и говорите. Нет. Шамол Габзан. Шамол. Шамол Габзан. Алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуҳ. Хуб аст, мефармоед. Ва алейкум ассалам. Шукронаи Худои таоло. Саломи худа тамом. Садоатон канда шуда мебинем. حالا شما صداتون رو خوب کنید. سلیمان آسیمی بفرمایید. مثال میگیریم اگر اختلاف وقتی که رقم خانم میبرن مینویسم احمد شما مسعود رو خوب کنید. سلیمان آسیمی بفرمایید. سلیمان آسیمی هستید؟ سلیمان آسیمی میکروفونتون رو فعال کنید و بفرمایید. الو نیست. سلیمان آسیمی هستید؟ احمد شما مسعود بفرمایید. احمد شما مسعود. همین برادرها گفتن برای بلیت که مقصد 6000 ایتا همش دروغ. 9000 ما دینا بلیت گرفتیم. 9000 سومون ده. کجا گرفتی بلیت ها؟ یکم پاسدی ایرپورت. یک کاسا گرفتیم. یک جا دیگه میشی. چی کارکنی دولتی. 9000 سومون واپسی دیگه کم نمیکنه. میگوی خاطیا میگوی که 6000 شامت نمیریم کار میکنیم مثلا یگان سوم دیگه شا یگان واپس روی میکنه میگه نمیشه. 9200 سوم. 9200 سوم ایبان قرض گرفته گیرد. همین زندگی بعد میشه بانتری زندگی. حالا 9200 سومون از بانک قرض گرفتید بلیت خریدید کی به سوی روسیه پرواز میکنید؟ خوشبختانه ما قرض نگرفتیم. اوقی شرط فرقش چی؟ سوم راسخود کردیم 9200 سوم. من قرض گرفتم. پول خودتون کی سفر میکنید در روسیه؟ روزهای نزدیک. روزهای نزدیک تقریبا 10-15 روز یا در وقت؟ هفته. کی گرفته بودید بلیت رو؟ یا 3 روز پیشکی. یعنی حالا گفته بودن که تا آخر ماه ایول بلیت ها فروخته شده است. بلیت نیست. یعنی این حال میخواد بیملال شده است. بلیت ها دسترس شده است. نه بلیت هست. اینا برادر ما امشب اومد راست میویا میرسه. ما باید بریم پیشوازش بگیریم. مقصد 9200 سوم بلیت گرفتگی و ایبان قرض گرفتگی اومده بیاد. ایبان 3 نفر باید بیایم. ایبان قرض گرفتن اومده دیگه ایلاج اومدن نیست. یگان جو میپرسی مردم سوم نداره کار نمیکنی سوم نمیخواد. بانک دمیره نمیخواد. میان خونه داری سوم نمیبینن. التماس قبول کنید گفته نوشتن گپ زنید. التماس قبول کنید. چی گفتنی هستید؟ التماس قبول کنید هستید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم مختصر. من مقصد گپ من چی ام مرده که آیت الله یا представитель Таджикистана خودش اینجا اومده است از طرف حکومت. فکری خودش مقصد گپ که میگه در جو گرفتی چخل گرفتی قصد اینترس داشته باشه تویستان برای میفهمی حیاتا. میگو گرازانین روسیه هم تا حیات برای تویستان فقط میکفه میمری. ака нисбати ма ягон гапи беҳудаву гапи калон назам. Нисбати шумо ягон гап назадам. якним мошид дар тоҷикистон омадан. якним мошид 6 моҳ дар тоҷикистон буд. якним мошид омадан имадан. маъқулами тоҷикистон зиндагӣ чӣ ба маъқул нестай? ма хона удан در روسیه چیکار میکنی؟
در آسیا چی در آسیا کار میکنم چیکار میکنم کار میکنم در آسیا توغریا که زن کودک در اون جا من میگیرم توغریا حالا صبر اینجا آیت الله خیموف کمتر فریب کوری رو با فکرم سن کردن حضور آیت الله شما حاضر همین حالا چند منوت نگذشت چند دقیقه نگذشت شما گفتید که طوری 15 سال از تاجیکستان رو ندید از قانوناش خبر ندارید از وضعیت تاجیکستان خبر ندارید حالا میگه ما گفتم 15 سال شد که ما در آسیا من نگفتم که ما نرفتم ما یک سال پس دو سال پس میرم یا سه چهار ماه میگردم میام ایتالی وقتی که شما قانون قاعده تاجیکستان پرسش شما گفتید که من 15 سال باز در تاجیکستان نبودم در این باره خبر ندارم ما وقت تاجیکستان میرم اکاکو ما عاقب کاری خودم ما داوجا به خدمت بیزنس دارم ما داوجا داودا به خدمت دارم ما قانون تاجیکستان رعایت میکنم نلو شامل کنم ما با هیچ کار ندارم ببینید التماس قبول کنید صبر من گپ شما را آیت الله قبول کردم بسیار خوب و بگذار این گپ شما حق باشد لیکن ببینید شما برادر عزیز و چنانه که خودتون گفتید از پای کار خودتون میشوید بله از پای کار خودتون میشوید 5 و 6 ماه بودید مردم شب روز تلویزیون چشمه ملت میذاره این چی گفتنی گپ بوده است نمیدونید و حالا کوشش دارید که برادر عزیز درباره تاجیکستان گپ رفته ایستاده است به این گپ‌ها شریک باشید درباره مشکلات مهاجرین در مهاجرت خواهش میکنم کسانی که یوتیوب را فعال کرده خاموش کنید درباره مشکلات مهاجرین در مهاجرت یعنی در روسیه گپ رفته ایستاده است شما با این گپ خودتون رو آورده شریک کردید ابراز اندیشه کرده ایستادید ببینید برادر عزیز خواهش میکنم وقتی که شما درباره تاجیکستان آگاهی ندارید بله آگاهی ندارید وقتی که از مشکلات تاجیکستان آگاهی ندارید و از این قانون‌های غیر مردمی ضد مردمی آگاه نیستید و همین گونه قانون‌ها مردم را بیچاره کرده است و همین گونه قانون‌ها مردم را مهاجر کرده است این گونه قانون‌های ظالمانه شما از این خبر ندارید لیکن می‌خواهید ابراز اندیشه کنید آیا نمی اندیشید که برادر عزیز وقتی که از مشکلات آگاه نیستی مشکلات را درک نمی‌کنی وارد همین بحث شوی مثل از آسمان پا دراز کرده بی نمی‌شوی نه یکا این گپش حالا یک لحظه حتما به شما سخن میگم نگاه کنید برادر عزیز حالا اینجا چندین مهاجران برآمدن شما هم به گفته خودتون مهاجر هستید و این نفرانی که برآمدن بر ضد شما گپ زدن گفتن که تو حرفای نادرست زده ایستادید ببینید برای چی من اینجا خرسند هستم که فکرهای گوناگون گفته شده ایستاده است لیکن برادر عزیز ببینید که چندین نفر با این گفته های شما ضد هستند برای چی میدونید برای اینکه شما خودتون اقرار کردید که وارد مشکلات نیستید وارد مشکلات مردم نیستید شما مثلا چی حالت داشته باشید از همون زاویه حالت خودتان شرایط مهاجران رو بررسی کرده ایستادید که تاجیکستان 2 میلیون مهاجر دارد تاجیکستان 2 میلیون مهاجر دارد شما که تاجیکستان میروید مشکلات تاجیکستان را نمیبینید فقط مشکلات خودتون را میبینید و از پای مشکلات خودتون میشوید اینجا سوال به میان میبیاید که یک نفری که با تاجیکستان میرود بجز مشکلات خودش مشکلات گرد اطرافش را اقلا دیده نمیتواند چگونه میتواند به درد مردم شریک باشد گپت معقوله که ما همین شما را وظیفه موندم که گپ زدم گفتم که مسئله که ما معلومات عالی ندارم ما مکتب میانه به های دقت خواندگیم لیکن وقتی که آمام هر یک مهاجری که نمی جمعیه کو همین قانون یا یک کتاب شبو خون مثال میگیریم شب دراز نشی قطعی نو مایمون دیوانه پیدا مثال میگیریم کولیچکو گپ نزاو بخون قانون سری بخی عقبی کارو چه همه را کارش میشوه همه را آدمایی که با زبان روسی یک کلمه گپ زدن نمیتونه کو ما بدم داوچیات ما شوای دراز داوچیات جدت کردم با روسی یک کلمه گپ زدن نمیتونه کو شهروندی گرفتیسن
мо тоҷико темболику дар давлати Советскии Союз зиндагӣ кардагем. анами корро айби ки будозе ба кажон? Ту мегӯӣ ки ма дарк намекунам. ма ами квартирада зиндагӣ кардем. қати бачаҳои тоҷик зорашон мекардам, бародаро, ягон китоба бигирем бихонем. Дурус ки милиса омад ку гап зада битонӣ, баъд ки адел мебаратон ку, баъд навҷа занг мезанӣ посолства ки биги ки моро ҳеч кас соҳибӣ накардисай. Инаиш акаҷон айби кияй? айби ҳукумат, айби кияй дига? برادر عزیز حکومت مکتب خونیتون نموند. حکومت چیکارتون کرد؟ انسان خوب یا گوش کن، حکومت مکتب خون نموند. التماس خواهش میکنم. ببینید بیسواد و بسواد حق شهروندی دارد. بیسواد و بسواد حق شهروندی دارد. برای چی آموزش در تاجیکستان آموزش مکتب میانه همگانی حتمی است؟ برای چی برادر عزیز؟ برای اون که این قرض دولت است، قرض حکومت است. وظیفه حکومت است که مردم را حتما بیاموزاند، بسواد کند. حتما نام مکتب، نام تعلیمگاه حتمی است، نامش همگانی است، نامش یعنی همه باید در این درگاه تحصیل کنند، بسواد بشوند. وقتی که مردم را حکومت بسواد کردن نتونست، این عیب حکومت است. باید جایی که این بسواد رفت، جایی که این بیسواد رفت 11 سال در درگاهش بخوان، مبلغ‌ها از بودجه صرف شد، در یک مکتب از 60 80 120 معلم درس میدهد، یک نفر را اینقدر 11 سال بسواد کردن نتوانست و بعد وای مهاجر شد آمد، باید در مهاجرت این درد سرش را از پی شود. این 11 سال نتوانست از او اهل سواد بسازد، این مهاجر شد. این مهاجر شد. مهاجر را کی کرد؟ کی کرد مهاجر را؟ دولت کرد، حکومت کرد. حکومتی که در 11 سال تحصیل حتمی همگانی نتوانست او را بسواد کند. نتوانست او را بسواد کند. به جای آن که 80% خیر گوشت به استخوان نمی شود، 30% 40% دوچی شدن، مثل آیت الله قربانوش دوچی شدن. بله قبول است، لیکن 60-70% اهالی، 60-70% خوانندگانی که در مکتب تحصیل میکنند اقلا از بهای 4 بالا بگیرند. باید بعد نتیجه چی میشود ببینیم. برعکس این در یک صنفی که 35-30 خواننده میخواند، از 25 نفر تا 35 نفر خواننده میخواند، یا 4 نفر خواننده بهای 3-4 جواب میدهد، بهای 4 و 5 میمانند، یا 5 نفر 30 نفر به سواد، 25 نفر به سواد. پس حاصل همین میشود برادر عزیز. این مردم به این معلم های مکتب، به این وزارت معارف پول داده ایستاده است، معاش داده ایستاده است. به وزارت معارف از حساب بودجه مبلغ جدا می شود برای تامین وزارت معارف که فرزندان مردم را اینها تعلیم بدهند. نتیجه چی است؟ نتیجه همینه که شما گفته ایستادید من مکتب را به بهای 2 خوندم، آمدم در روسیه از یک پروفسور چیز آموختم و این گپتون به این گپتون راست نمیگوید. گفته شده که من به تاجیکستان رفتم، به پرابلم خودم آورده بودم، پرابلم عمومی یعنی پرابلم جامعه را درک کرده نتوانستم. این بسیار عیب است. حالا صبر کنید برادران عزیز. یک نفر با نام کبیر سلام میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله. عزیز از شما معذرت میخوام، از کبیر وارد شدگی هستید، لیکن نفرانی که با سیمای خود وارد میشوند ما برتریت میدیم و آنها بدون نوبت سخن میدیم. کسانی که با سیمای خود وارد میشوند. سلام علیکم اکای شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شوکت، همین برادر آیت الله میگه که من اومدم کتاب خوندم، این خیل کردم، او خیل کردم. خود وقتی همه جا یاد گرفت گویا که بسواد چی در روسیه. وقتی که در همین کله انسان در مکتب درس ندادن، در همین کله یگان چی نباشه، او کتاب چی میفهمید؟
خیلی جوانو زیاد هستند در تاجیکستان که دانشگاه تمام کردگی همه را با پول گذاشتگی همه اگزامینو را با پول گذاشتگی مردک حقوق شناس خواندگی همه را با پول گذاشتگی یگان چی نیست دکلا قطیما کار میکنه این همجا قطیما در استرویکا کار کرده است مردک حقوق شناس است یگان چی نمیدونه همه با پول گذاشتگی است در مکتبای میانه همه هر سال 40 سومانی 50 سومانی و همین پولی آبونه بتین پولی فلان بتین پولی کمر بتین پولی تپک بتین پولی ایشه بتین هم پول فقط نباشه اون مکتبا رو هم حکومت یگان کار کرده یگان فعالیت کردن نتونسته حکومت مردم خودش هم اون مکتبا رو همه ساختمان و تعمیر و همه چی را مردم کرده استند ما 4-5 فرزند دارم یگان تاش سواد نداره برای درس حلال نمیتونن معلمی بیچاره 850 سومون معاش میگیره من حتی معلمی را میشناسم که 520 سومون معاش میگیره خیلی بیچاره با 520 سومون فرزند من تعلیم و تربیت بده نمیکنن نیست باید که معلم از 1,500 سومون بالا بگیره 1200 سومون معاش میگیره کوچه به خانه با کمبودی خانه اش نیو با مسائل تعلیمی باشه چی نمیشه تعلیم نیست حالا ببینید تعلیم نیست همین حالت مهاجر استحصال میکند یعنی تاجیکستان و جای آن که یگان در صادراتش یگان دیگر استحصالات مادی داشته باشد جان آدم صادر میکند یعنی مهاجر صادر میکند به خارج وقتی که 11 سال میخواند دیگه همین بغیر از همین کارهای جسمانی دیگر کار را کردن نمیتواند چی میگویند در روسیه یک گپ هست مهاجران تاجیک یک گپ دارن همین کار میکوبن وقتی که کارفرما یا که همه پاسرین نیکو میپرسد که برادر چی کار رو میتوانی میگوید که برادر کپات لمت گپ نیستای یورا کپات یورا لمت کپات لمت گپ نیستای به همین افراد بجا میریم ما کپات لمت حالا آموختگی چیزمان کپات لمت است همین نفری که کپات لمت گفته ایستاده است دیگه یعنی نفری که به خودش احترام قائل نیست به خودش احترام قائل باشد کپات لمت 1 ماه است یا 2 ماه است 15 سال کپات لمت دوام نمی کند 10 سال کپات لمت دوام نمی کند یک کسب می آموزد یک کار می آموزد به یک دانشگاه وارد می شود اون رو ختم می کند مثلا گریم این درست است که در تاجیکستان دانشگاه رو ختم میکنی باز مهاجر میشوی لیکن در خارج حتی در روسیه هم میشود که یک دانشگاه رو ختم کرد و صاحب جای کار شد حتی سببش آسان شدن گرفتن شهروندی میشود درست است در تاجیکستان فرق ندارد تو 5 سال میخوانی پول میدی مبلغ میدی 5 سال پیشوا گفته میگردی با همین که ختم کردی تو آدم نادرکاری دیگه پیشواگویی هم لازم نیست دیگه هم سناگویی هم لازم نیست تمام باز تو مهاجر میشوی اکنون ببینید چند درصد ختم کنندگانی مکاتب عالی مؤسسه های تعلیمی عالی تاجیکستان در تاجیکستان میمانند و طبق کسب آموختهشان کار میکنند خیلی کم بعد 15-20% هم نباشند حالا ببینید خانه میکنند همون نفرانی رو در آنجا باز میدارند و کار میفرمایند که میگویند که ما تو رو بودجوی تعلیم داده بودیم پیش از اون که دیپلم رو بگیری باید 2 سال در مکتب کار کنی و کار میکنند حاضر نفر حالا ببینید نفر به نام مهاجر بسیار نوشته ایستادید یک بار سخن کردگی هستید حالا ببینیم همین نفر اینقدر نوشته ایستادن به من سخن ندادید گفته سخن کردگی هستن این نفر یک مراتبه ببینیم چی گفتنی هستن باز میگردیم برادر کبیر مهاجر
زودتر لطفا. بار دیگه سلام علیکم. و علیکم السلام. من با شما راضی نشدم در او فکر که دموگرافیا یک پهلویش همین مهاجرت رو می‌آموزد. خیر گذشته. اولا گفتنم که والا بالتالا من طرفدار رژیم نیستم و دوگو هستم که این رژیم نشود. حتی همین آیت الله رو هم من طرفدار رژیم نگفتم، فکر خودش گفتم. من طرفدار رژیم نیستم. ولی من در گفتم که در 20 ساله 30 ساله بعدی این رژیم انشالله گمشتن من حالت حقوقی مهاجرا کم گفتم که یعنی ما کم حالت حقوقی آنها رو بهتر و خوبتر کرده میتونیم تا که همه آنها رو برگردونه. مقصد ما از همین بود و شما ما رو قطع کردید برادر. خوب تشکر برادر عزیز. 20 سال 30 سال نه برادر عزیز. این حکومت در شرایط 5 سال بس است که مهاجران برگردند به وطن. خدا کند که اینجوری باشد. خدا کند. یک زنگ رو از واتساپ گوش میکنیم و باز برمیگردیم. الو. یوتیوبتون رو خاموش کنید و بعد گپ زنید. الو گوش میکنیم. الو. ما شما رو میشنویم، بفرمایید. الو. ما شما رو میشنویم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین موضوع شما درباره چی است؟ من یکم بار داخل شدم که میخواستم بفهمم که درباره چی بود موضوع شما. برادر عزیز تا اینکه شما بفهمید که درباره چی است موضوع ما، حالا ما 90 رو به دیگران میدهیم. یک نفر مهاجر روسیه گپ زدنی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. من از اصلا کشف کردم. تشکر به شما برادر عزیز. من فکر میکنم که سببی همه همین کارها به سبب بودن حکومت و این رژیمی که در سر قدرت است، همش ای به همین رژیم و حکومت وزیرای تاجیکستان است. اگر پولی خلق رو، پولی بودجت دولت رو ندزدند، از بالا سر کرده اومده با وزیرا و با معارف، اگر این پول رو ندزدند معلم باید کمش ده 8-10 هزار سومون بگیرد، کمش باید. بله. اما 10 برابر کم میگیرد معلم. 800 سومون میگیرد، 1000 سومون میگیرد. ولو بلو 1000 سومون یک اویله ایده که 5-6 نفر زندگی میکنن با خوردن اونو نمیرسونن. یک دیگرانده این حکومت همین روزه همین معلم ها هستن. همه انتخاب ها رو دزدی، تقلب انتخابات ها رو هم همین معلم ها میکنن. تمام سیاست همین حکومت ظالم رو در دهات، در شهرک ها، در ناحیه ها همین معلم ها پیاده میکنن. همین معلم هایی که حالا در مکتب ها درس میدن، همین معلم ها وقتی که معلماتت عالی با خوی غلامی زندگی میکنی، در پیش فرزندت حتی قدر پیدا کردنت ممکن است یا نیست؟ بله درسته. تو که وقتی که با غلامی، با شعار غلامی، با خوی غلامی، با خصلت های غلامی زندگی میکنی، معلوماتت عالی، تو تربیه میدی، از تربیه تو مردم چی میگیرد؟ وقتی که تو میروی انتخابات رو تقلب میکنی، آواز مردم رو میدوزی، مردم با امید آیندهش رو ساختن میخواهد، آیندهش رو خوب دیدن میخواهد، بهتر دیدن میخواهد، با آینده کشورش رو با پرزیدنت دیگر دیدن میخواهد، تو تقلب میکنی، تو آواز او رو میدوزی، به مردمت خیانت میکنی، به پدر مادر طلبه های مکتبت، خوانندگانت، شاگردانت خیانت میکنی. از تو چی بوی امید است که تو مهاجر نو شخص صاحب کسب تربیه میکنی؟ همین که تو که به همین گونه مقامات راضی هستی، به همین سیاست ظالمانه راضی هستی، غلامانه زندگی کردن را پیشه کرده ای، از تو فقط غلام استحصال می شود.
از تو فقط غلام تربیه می شود، از تو فقط مهاجر تربیه می شود. همین است که ما فقط مهاجر تربیه کرده شدیم. بله همین طور نیست مگر؟ همین طور واقعا درست میگوید. دوام تید برادر عزیز. نه تنها یک ساختاری معارف، وزیر معارف و سوهای معارف مدنیت، بعد ما فکر میکنم تمام بودجه دولت در تمام ساحات دزدیده میشود. نباشد این ماشین ها، این خانه ها از کجا میارد این کارگن دولت، پسرش، فرزندای پرزیدنت از کجا میارد سوم؟ و یا بیزنس کردن ممکن نیست. و کارگر دولت از کجا میارد ماشین 200-300 هزار دلاره؟ این قدر کت و کود، این قدر خانه از کجا میارن؟ سوال بتین شما. خیلی بگذار 8,000 10,000 سامان اویل از کجا میارد؟ خواهش میکنم من سخن شما را تقویت دهم. حالا یک نفر مهاجر گفته شده است که وای کارگری دولتی، وای یعنی چنانی که دولتی، کارمند دولتی، خدمتچی دولتی چی ندارد؟ حق بیزنس کردن، تجارت کردن ندارد و این ماشین را از کجا یافته است؟ های حکومت داران، شما از همین قانون خبر دارید یا نه؟ اکثرتت خبر ندارید. نمیدونید قانون رو. یک مهاجر به شما درس داده شده است. اگر میدونستید اقلا چند به انصافات هست کو، چند به انصافات هست کو از استفاده از مقام منصبش دست میکشید. من چقدر نفرانی رو میدونم که در مقامات کار میکنند، وظیفه دارند، رهبریت، اتاق رهبریت دارند، باز تجارت دارند، به روسیه بار گسیل میکنند، از روسیه بار قبول میکنند، به ترکیه بار میفرستند، در تاجیکستان بازار دارند، در تاجیکستان چند کارگاه و هاکزاها، یعنی تجارت دارند. این برای چی؟ توی که چند تجارت داری، آیا هوش یادت به کسبت میشود؟ هوش یادت به وظیفت، به اجرای وظیفت میشود؟ نمیشود. وظیفه تو در همون کرسی اجرای همون کار در همون نهادت هستی، تو به یاد اون نیستی. تو فقط این نهاده که به اون رهبری میکنی از اون سوء استفاده میکنی برای پیشروی تجارتت، یعنی خیانتکاری. باز همین توبرین ها ما را خیانتکار میگویند. باز همین توبرین ها، توبرین دوست ها از همون رئیس جمهور سر کرده تا با آخرین منصب دار. شما از با سوء استفاده از مقام منصبتان مردم را غارت کرده ایستاده اید. یگان هوش یادتان به خدمتتان نیست، اما شما حلال کار، حرام خورده حلال کار هستید. ما با عرق جبین زندگی میکنیم، در غربت هستیم. این 2 میلیون مهاجر در غربت هست، روزی دراز کار میکند، با عرق جبین پول مییابد. اینها بیسواد ها، بیسواد را تو کردی. اینها مهاجر را تو کردی. اکای شوکت یک دقیقه، شما امید در کدام دولت؟ این دولت خارجه دارین؟ یکون گرمانیا دارین؟ انگلیا دارین؟ این به شما ربط ندارد برادر عزیز. نه اگر شرایط می‌داشتین مثال میگیریم یا می‌بردین چورا میخونوندین، نه بیسد ما وره بیسواد را می‌بردین هم دولت دا این وجود دارد برادر عزیز. برای کی وجود دارد؟ برای خشتور شما یا که برای بیگانه ها، برای ما غریبه وجود دارد؟ برادر عزیز، در اطراف من همه یارو برادرم یگان تاش از اهل من، از دیار من نیستند. شما اکای شوکت از دیار خودم نیستند. یکی از این طرفی تاجیکستان، یکی از آن طرفی تاجیکستان است برادر عزیز. دیل تانو خب ملت میسوزد، دیل تانو خب ملت میسوزد، نمیشه که دستگیری که همینجا مینیستر هستند، همینجا مینیستر برادر شوکت التماس یک سوال به تو مامی و اطلاع دا التماس. برادر مهاجر روسیه صبر کنید خواهش میکنم. من به سوال همین برادر آیت الله قایب جواب بدم. برادر عزیز، من حقی در کجا زندگی کردنم را گفتن ندارم. این طلبات مقامات در اینجا حجت من در دستش است. فهمیدید یا نه آیت الله؟ فهمیدم اکا. اما برادر عزیز،
نه شما دلتون با مهاجران میسوزه، مهاجر گپ میزنین، خیلی داشته باشین شرایط ما وری به سوادا را برین یا که دینامی روسیه پر اینستیتوت برستید یاردم کنین بچه‌ها بخونن عالم شوند. اگر برادر آیت الله من طرف شوکت نالوگ مسپوری اقلا به همین گپ آیت الله زید نبرایم درست میگه. اقلا به همین گپ زید نبرایم درست میگه. واقعا درست میگه. واقعا وقتی اون رسیده است که ما به هر یک نفر برای تحصیل کردنش باید مساعدت کرده باشیم. برادر عزیز، من به این گپاتون طرفدارم، ولی در آخر شما رو باور میکنم که در این روند خیلی ما کار میکنیم. برادر عزیز، من به این گپاتون طرفدار هستم. یک دقیقه ما یک نقلتون میکنم. برادر عزیز خواهش میکنم، با نقل وقت نداریم. نه استوریا ایران آیت الله هماینی وقت نداریم. حالا یک نفر سلام گفته برآمدن، بعد از اون سوال به آیت الله. خواهش میکنم سوال به آیت الله نه، به فکر خودتون برای خواهش میکنم. سلام گپ زنید. سلام گپ زنید. هستید؟ سلام علیکم و رحمت الله. هالو. سلام علیکم و رحمت الله. با کل مردم توجیه خصوصا با شما که شوکت محمد. و علیکم امیدوارم سلامت هستیم اما کسا برادرم انشالله. ما در این بوره چی گفتنی هستیم؟ ما گفتنیم لشنکی از همون رئیس جمهور سر کرده که بی سواد هستم وزیره و شیطش لطکوبات مثلا وزیر معارف که با خیلی وزیر معارف جامعه گجا می رود. خب دیگه هم وزیرش بگیره مقصد کی هست باید دیگهش کتابی بدهی بگی جو در کدام عقل انسانی طوری میگیره که بعد با بیزنس رفت داشته یا که بیزنس دست همش. خب سیمش وزیر جانشین وزیر تندرستی مثلا نه شمالی کره شمالی جنوبی فرق نمیکنه. پس اینا همش بی سوادا که ششتگی باشن، پس این مردمی که در پایان ایستادگین اینا کجا میرون و کجا میبرن اینا را؟ وایش فقط هر یک سخنی گفتگیش وای این اون. من حیرانم این مردم ادمی کی رفتستن کجا رفتستن؟ خوب تشکر باش. با نفری که سوال به آیت الله گفتگی هستید خواهش میکنم سوال به آیت الله نیو و فکر خودتون رو گپ زنید. سلام علیکم برادر شوکت محمد. سلام علیکم و همه نفرانی که دارن این لحظه ما رو تماشا میکنن. خب همه یک سوال دارم آیت الله برادر که نمیشود که دستگیری کنید بیاین مثلا در اروپا تحصیل کنند. من راستی بسیار بچه‌ها را میدونم شهروندان تاجیکستان که در اروپا تحصیل میکنند و فرق تحصیل از در اروپا از تاجیکستان به نهایت فرق میکند. یکم فرقیت همین است که مثلا در تاجیکستان سیستم تحصیل یک سیستم بیزنس و یک سیستم کارپسیونی است. یعنی که مثلا در حالتی که مثلا نمیتونی یگان امتحان سپاریده حتما در فکر میگذارونی که میتوانی سوم به واسطه سوم همون اگزمین رو مثلا خریداری کنی و در اروپا این سیستم نیست. مثلا حتما باید با امتحان رو سپرد، چون اگر نمیسپری باید حتما که خارج شوی و این امکانیت برای همه داده میشد، نه فقط برای همه شهروندان از تمام دنیا. مثلا در دولت‌های اروپا مخصوص ایدروپولی و استپندیه ها گویم اگر جدا کردگن فقط برای نفرهایی که مثلا لیاقت خواندن دارند، چون شما قید کردید در بالا در تاجیکستان سیستم تحصیل همون قدر کردگی که مثلا باید دوامش نخونن، باید حتما با مهاجرت بروند. بله خوب تشکر شما برادر عزیز. کبیر چی گفتنی هستید؟ کوتاه مختصر بفرمایید. حالا وقت ما هم خیلی کم است، همه 14 دقیقه وقت. بله همه پرابلم هایی که در تاجیکستان هستند امروز، چی در ساحه معارف چی در تندرستی، همه پرابلم هایی که هستند این یکی از همون شاخه های همین رژیم است، سیستم ها هستند که پنج شدگی هستند.
باید تو حتما مکتب بخونی. مکتب بود که کردی 18 به درآمدی ابلو دارم با خودشون ابلو تشکیل کردگی هستن که باید تو بگریزی از تاجیکستان فرار کنی به روسیه. نباشد نگاه کننده حکومت تاجیکستان قانون برآورد که از 18 ساله پایان به مسجد نرود. آیا نمیتواند حکومت تاجیکستان یک قانون برآورد که 18 به که درآمدی اول باید خدمت کنی، بعدا پاسپورت خارجی بگیری، بعد به روسیه سفر کنی؟ میتونه یکی اینا سیستم همین خیلی توغری کردگیه که باید ما به همین مکتب بود کردیم بگریزیم به روسیه مهاجرت تمام. فقط این همیه رژیم همین را چی کرده صاحب، همین قانون را همش جاری کردگیه تمام، دیگه یگان چیز نیست. حالا ببینید واقعا من با بعضی چیزهایی که شما اشاره کردید همصدایی میکنم، واقعا درست است. مثلا همین ابلو اگر به خواهش خودت نبرفتی ابلو میکنند بعد میگریزی. باید به خواهش خودت اول بروی، به خواهش خودت که نرفتی بعد با ابلو دوچار میشدی. با ابلو که دوچار نشدی موندی، یگان در همین اطراف مسجد دیدن یا که در همین گردی اطراف یگان نمازگاه دیدن، تمام تو تروریست اکستریمیست میشی، پشت پنجره زندان میشی. همین حالت دیگه. تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک نفر با نام تاجیکستان وارد شدند. کسانی که حالا اعلام میکنم کسانی که سخن کردگی هستید خواهش میکنم استودیو را ترک کنید. وقت ما هم به آخر رسیده شده است و ما به نفرانی که با آنها سخن ندادگی هستیم سخن میدهیم و این برنامه را به آخر میرسانیم. تاجیکستان بفرمایید. الو تاجیکستان. الو گوش میکنم شما را. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شما چی نیت دارید اونا برادر؟ چی نیت داریم؟ ای برادر رو خارج که ما 3.5 ساعت باز نیتمون رو گپ زده شدیم. شما آخری برنامه میبینید سوال میدید که ما چی نیت داریم. شمال چی گفتنی هستید؟ شمال شمال گپ میزنید؟ تمام. یک زنگ از واتساپ. سلام علیکم استاد. استاد نه برادر بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد همین یک سخن اگر اجازت باشه گپ زنم. بفرمایید. همین بسیاری مردم میبروین ما کلوب ما خیل و همین یک بار با همون بازار گپرزیم نگاه کنن که چه حال دارن مردم کلوب. یک بار رو بذارن مردم لاهور نگاه کنن به آب به کارتشکا به پیاز به زندگی در تصمیلی تابستان زندگی دارن. هوای یک بار چشم نظر کرده دیدن نمیتونن که چه حال دارن کجا رفتن. بله. بسیار هم مردمی کویبش افکارو ولواریون زندگی دارن. باور کنید گیری آدم میبید. من از همون طرف نیستم، از طرف شمالی تاجیکستان نه که با اون طرف بسیار سفرها کردگم، بسیار دیدگم. یک دیگه در همین چمتیبه باور کنید سالی تولد فرزندش نمیدونه که فرزندش کدام وقت تولد شدگی. بله. بسیار زندگی های وزمین، بسیار روزهای سخت به پیش همین مردمی عادی تاجیکستان. این همین شیشته است گفتی باید که ما اکلوب ما فلانجو او تو اکلوب چی میفخری؟ او تو فخر از تاجیک بودن فخر. بله. تاجیک گو من تاجیکستانی گو. تو که ما مادر ما غلام زایدگی نیست که ما در شهر مسافری زندگی و فعالیت کنیم. اون روز در همون یک دهن گپ زدم، اون روز میگد که این زمین من میگد ملک من میگد خونه من میگد. من گفتم تو هم مردی کور منم مردی کور در یک فرما کار میکنیم. میگد نه میگد تو میگد رو در ازبکستان کماندوات کن. بله. ای برآمده است میگد شکرانه که 100 سوم گیرد که پول زد تو در دنیا کلوب رفته میرسه. و کجا تو شکر میکنی تو بدبختی از خدا گشتگی؟ و تو شکر کن که
این بد نکنه تا تو شکر کن که من یه برادرای شیرمرد بروین دولت از این سبکتر کنن از مرد کوری خلاص خریم این заводهای تلو завод در بوده زرافشان در بوده شغنون در بوده خطلون تلو завод کار کند پنسه گیریم تو چیم اومده خورده خوب رفتنه. بله تشکر. اینو مایل استاد رحمت و سلامت باشید برادر عزیز. تماشاگران گرامی، هموطنان عزیز، حالا اینجا من یک ورق اینجا با یک ورق دیگر اینجا چندین پیشنهادهای خوبی که در اینجا شد نوشته گرفتم. حالا ببینید من از چندین خلاصه های خودم در آخر برنامه گفتنی هستم. پیش از همه مراجعت من به حکومت جمهوری تاجیکستان این است: شما که تمام هوش یادتان به غارت است، تمام هوش یادتان به مال مردم است، به کیسه مردم است، به ثروت‌های تاجیکستان است، به ثروت‌های کشور است و همین مردم است که شما را قناعت می‌کند. همین مردم است که به همه ابلهی ها، به همه ناعهده برایی ها، به همه گونه کارناشایمی های شما صبر کرده ایستاده است، قناعت کرده ایستاده است. باور کنید همین مردم، چنانه که من در دوام برنامه اشاره کردم، همین صبر همین مردم نباشد، امام علی رحمان این وقت در سر قدرت نبود. تقدیر معمر قدافی کیها به سر امام علی رحمان می آمد. حالا ببینید صبر و شکیبایی مردم، تمام فرزندان و دامادها، حتی برادران زن همسر امام علی رحمان را چنان با جسارت کرده است که آنها شجاعت کرده اند از امام علی رحمان طلب کنند تا منصب‌های کلیدی را به آنها بدهد، برای ملت توف بکند، به دزدی آنها چشم بپوشد، به دزدی فرزندانش، به دزدی حتی برادران همسرش، برادران عزیز ما چشم بپوشد. تمام مالکیت کشور را منپول کرده اید، ثروت‌های کشور را به یغما میبرید. به همه این ملت قناعت دارد. در عوض همین کاری که از عهده‌اش میبرید نکرده ایستاده اید. از همه پیش حالا در تمام منطقه های روسیه باید نمایندگی وزارت مهاجرت، مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان دفترش را باز کند. دفترش را باز کند و تمام خدمت ها به مردم، چی حجت نگاری باشد، چی وکیلی دفاع شدن باشد، چی نمایندگی کردن در همه گونه مقامات ها باشد، تمام کار اینها باید همچون یک کارمند همین وزارت در تاجیکستان رایگان کرده شود. در دفترهایی که باز می شود کلان کلان کرده نوشته مانده شود که در این درگاه، در این دفتر تمام خدمت رسانی ها رایگان است. رایگان. وقتی که چنین نوشته مانده می شود، یگان نفر کارمندی که در آنجا هست از مهاجر پول طلب نمی کند، به کیسه مهاجر چشم الا نمی کند و مهاجران از جانب این دفتر پشتیبانی شوند، با آنها مصلحت های حقوقی داده شود، کمبودی های حجت هایشان درست کرده شود. باید یک دیسپیچر یا یک نوبتدار باشد که شبانه روز به زنگ های مهاجران جواب بده توسط واتساپ، ایما، وایبر، تلگرام یا که خود تلفن های ستسنری باید جواب بگوید. این کار از دستتان میباید. چرا نمیکنید؟ برای آن که نمیخواهید که مردم سرش را بالا کند. اگر شما کمترین خواهش را داشته باشید،
همین روز تصمیم رو میگیرید فردا این کار رو میکنید. برایتون هیچ مشکل ندارد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در تمام شهرها، اقلا در 83 سوبیکت فدراسیون روسیه شما باید دفتر باز کنید. در 83 سوبیکت فدراسیون روسیه اقلا، در همه شهرهایش نه. اولین کارتون باید این باشد. چیزی دیگر، محو بیسوادی. دیگر قبول به دانشگاه، به کالج ها، به دانشگاه ها، یعنی مؤسسه های تحصیلات عالی، بدون امتحان، تست، پست همش از بین برده شود. همین کروپسی است. هرچند دعوای شما نبودنی کروپسی رو میکنید، عدمی کروپسی رو میکنید. برادر عزیز گرامی، سخنگوی وزارت معارف احسان خوشبخت، این مراجعت من به شما است. به وزیر معارف رسانید. شاید وزیر معارف وقت نداشته باشد که به شبکه‌های اجتماعی وارد شود و این حرفای ما را بشنود، لیکن من میبینم شما خیلی شخص فعال هستید، به شبکه‌های اجتماعی وارد میشوید، حتی در فیسبوک صحیفه خود را دارید و بسیار به سوالهای مردم جواب میدهید، فکر اندیشه های خود را میگویید. من این فعالیت شما را قدر میکنم، ولی برادر عزیز، پیشنهاد من این است که با کورس یکمی دانشگاه ها، مؤسسه های عالی امتحان از بین برده شود. تنها با در کشورهای مترقی، حالا همین چیز به میان آمده است، در کشورهای مترقی با کورس یکم سبسی دوانی میگویند، یعنی با مصلحت، یعنی فقط هم تو صحبت میگذارانند، با کورس یکم قبول میکنند. 6 ماه به هر یک نفری که میخواهد معلومات عالی بگیرد 6 ماه به او فرصت میدهند که دانشجو شود، دانشجو شدن خود را به اثبات رساند. یعنی در سمستر یکم امتحان قبول کرده شود و از سمستر یکم به سمستر دوم گذرانیدن، در حالت گذراندن او دانشجو بودن، دانشجو ماندنش تعیین کرده شود. تا این دانشجو با سبسیدوانی، یعنی با فقط صحبت طبق خواهشش به دانشگاه ها قبول کرده شود. تمام امتحان ها از بین برده شود. تمام امتحان ها. حتی می شود که همین را در کورس یکم تا آخر سال به دانشجو فرصت داد که همچون دانشجو به کورس دوم بگذرد و دانشجو بماند. اما کسانی که نتوانستند، کسانی که از اودش نبرآمدند، دانششان نرسید، معینه سرشان کار نکرد، مرحمت از دانشگاه به کالج فراورده شوند یا از کالج رو هم که نتوانستند بعد بگویند که خیر من در قسمتم همین مهاجر شدن بوده است یا خدمتی حربی رفتن بوده است. تا این به هم یک فردی که مکتب میانه را تمام میکند، همچون در کشورهای مترقی، اکثریت کشورهای مترقی میخیر هستند، به ختم کننده مکتب فرصت میدهند که با سبسیدوانی شود، دانشجو شود. در دوام تحصیل او را سختگیری میکنند و با سختگیری از یک کورس به کورس دیگر میگذارد و یک نفری که توسط این تست های شما، توسط این آدم بازی های و تقا بازی های شما نمیتواند دانشجو شود، شاید او پرزیدنت آینده تاجیکستان است، شاید او وزیر کدام نهاد تاجیکستان است. این حق را از او شما میربایید، این حق را به او شما نمیدهید و او میشود مهاجر، به حقش ظلم میکنید. از این برایت که این امتحان های شما از زمان امروز تقریبا 20 سال عقب ماندند، تقریبا 20 سال عقب ماندند از زمان امروز و هر چیز زودتر باید به این برگشت. در این حالت استحصال مهاجر کم می شود. در این حالت همه به دانش حرکت میکنند و به یک نفر شما باوری میدید، حسی کمپلکسی خود کمبینی را از او دور میکنید، به او حق میدهید که دانشجو شود و خودش را یک بار قدرتش را بسنجد. همچون دانشجو باور دارید، ببخشید باوری دارم
اگر ما این کار رو کنیم خیلی پیش میرویم. تعداد مهاجران خیلی کم میشود و کسانی که برای پیشرفت کشور سهم میگذارند تعدادشون خیلی زیاد میشود. برای همین هم خواهش میکنم ما باید راههایی را جستجو کنیم که تعداد مهاجران کم شود. حالا ما به کار تامین کرده نمیتوانیم، اقلا به جای تحصیل تامین کرده توانیم. به جای تحصیل تامین کرده توانستیم چند نفر معلم، استادان، صاحب علمان به جای کار با معاش خوب بیشتر تامین می شوند. و از مهاجرت دیده تحصیل بهتر است. از خشت زنی دیده تحصیل بهتر است. کسانی که آرزوی تحصیل کردند برادر احسان خوشبخت به این چیز خواهش میکنم جدی آمدی. کسانی که آرزوی تحصیل کردن را کردند باور کنید این یک همت بزرگ است. اگر همه تحصیل را دوست می داشتند، تحصیل کردن می توانستند، هیچ کس را کلند رفته نمی زد، هیچ کس مردکاری نمی کرد، خش نمی ریخت، هیچ کس لای نمی کرد، همه می خواندند. خودی همین تصمیم گرفتن این که به دانشگاه می در وارد می شود، در دانشگاه تحصیل می کند، همین تصمیم را گرفتن بهترین اقدام است. بهترین ابتکار یک شهروندی است. باید به این نفران حق داد. هر نفری که میخواهد به دانشگاه وارد شود باید توسط یک صحبت یعنی سبیسی دوان او را به دانشگاه قبول کرده شود. و در خارج چنانه که گفتیم مرکزهای نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان باز شود و برای بلند برداشتن دانش مهاجران، دانش حقوقی، دانش سیاسی مهاجران باید مساعدت کرد. سلامت و سربلند و پیروز باشید. این بود برنامه تحلیلی دیدگاه. با شما بودم شوکت محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و درود با بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید با ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانه که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانه که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه‌های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی،
فرکانس 11262 سرعت نشانی 27500 پولاریزاسیا H FEC 5 ممیز 6